خانه در استانبول، فقط خانه استانبول. خانوم ها آقایون، خوش اومدید به گادفادر شو. قبل از هر چیزی اجازه بدید که یه بار دیگه بازی مافیا رو با هم مرور کنیم. توی این بازی ما دو دسته از افراد رو داریم. دسته اول شهروندا هستن و دسته دوم مافیا. کل کانسپت بازی روی این روند میچرخه که شهروندا با استفاده از هوش و ذکاوت خودشون و به کارگیری توانایی‌هایی که در اختیار بعضی از نقششون گذاشته شده، مافیا رو شناسایی و اونها رو از جریان بازی خارج کنن تا امنیت شهر به ثبات برسه. اما حالا نقشایی که در مافیای گادفادر شو وجود داره چیان؟ ساقی مهمترین نقش رو توی شهروندای بازی داره. اگر توی شب ساقی یک بازیکن رو مست کنه، توانایی اون فرد برای یک روز کامل یا برعکس میشه و یا خنثی عمل میکنه. برای مثال، اگه دکتر یا دکتر لکتر رو مست کنه، اون شب کسی سیف داده نمیشه. اگه رئیس مافیا رو مست کنه، تیر مافیا اون شب به سنگ میخوره. اگه کاراگاه رو مست کنه، استعلام کاراگاه اون شب برعکس میشه. یا به عبارت دیگه استعلام شهروندا مثبت و استعلام اعضای مافیا منفی اعلام میشه. با اینکه ساقی اگر ناتو رو مست کنه، اون شب ناتو استعلام منفی میگیره. یا اگر اسنایپر رو مست کنه، اون شب اگه اسنایپر از شاتش استفاده کنه، خودش از بازی حذف میشه. در ضمن ساقی در طول بازی یک بار میتونه خودش رو مست کنه که در این صورت اگه شات بخوره، زننده شات از بازی خارج میشه. در آخرم باید گفت که ساقی نمیتونه دو شب متوالی یک بازیکن رو مست کنه. جان سخت یکی از نقشای شهرونداست که دو بار و فقط هم دو بار در طول بازی میتونه وضعیت شهر رو مشخص کنه. به این صورت که توی شب میتونه به گاد بازی لایک نشون بده و فردای اون شب گاد بازی اعلام میکنه که چند شهروند و چند مافیا از بازی بیرون رفتن. نقشای این بازیکنای بیرون رفته اعلام نمیشه و فقط ساید اوناست که مشخص میشه. جان سخت توی بازی و فقط شب‌های شیلد داره که از اون در مقابل شات‌های مافیا محافظت میکنه. البته یادتون باشه که توی روز و با رأی‌گیری میتونه از بازی خارج بشه. اسنایپر از نقشای شهرونداست که اون هم دو بار در طول بازی میتونه یکی از نقشای مافیای بازی رو در صورتی که دکتر لکتر سیو نداده باشه در طول شب بکشه. البته اگه اسنایپر شاتش رو روی یک شهروند استفاده کنه، خودش از بازی حذف میشه. شهروند ساده هیچ ابیلیتی خاصی در طول شب نداره و فقط در طول روز میتونه با صحبت‌ها و رأی‌گیری درستش به شهر کمک کنه. در ضمن شهروند ساده در صورت مست شدن توسط ساقی هیچ اتفاق خاصی براش رخ نمیده. کاراگاه هم یکی دیگه از نقشای مهم تیم شهروند داشته. کاراگاه در طول بازی میتونه توی شب استعلام بازیکن‌ها رو از گاد بگیره و گاد بازی در صورت مافیا بودن اون شخص به کاراگاه لایک نشون میده و اگر دیسلایک نشون بده به نشونه شهروند بودن اون شخصه. اما یادتون باشه استعلام رئیس مافیا یا همون گادفادر همیشه برای کاراگاه منفیه. دکتر یکی از نقشای حیاتی تیم شهروند است که با سنجیده عمل کردن خودش میتونه پیشروی مافیا رو تا حد قابل توجهی عقب بندازه. دکتر توی شب میتونه شهروندا رو از شات مافیا نجات بده و اونا رو سیو بده. البته اگر درست حدس بزنه که مافیا کی رو قراره از بازی حذف کنه. نکته مهم دیگه این که دکتر فقط دو بار میتونه در طول بازی خودش رو سیو بده. مافیای ساده عضو چهارم تیم مافیاست و هیچ توانایی خاصی در طول شب نداره و فقط میتونه توی روز به کمک تیمش بیاد. ناتو عضو سوم تیم مافیاست و اگر بتونه توی شب نقش یک بازیکن رو به طور کامل تشخیص بده، تا زمانی که ناتو توی بازیه، اون شخص نمیتونه از توانایی که نقشش به اون میده استفاده کنه. دکتر لکتر عضو دوم تیم مافیاست و میتونه در طول شب مافیا رو از تیر اسنایپر نجات بده. دکتر لکتر فقط دو بار در طول بازی میتونه خودش رو سیو کنه. و در نهایت گادفادر رئیس تیم مافیاست و شاتشون رو توی شب اون میزنه. استعلام گادفادر همیشه برای کاراگاه منفیه. خب اینم از نقشای بازی. امیدوارم از گادفادر شو لذت ببرید و همیشه از شر مافیا در امان باشید. خب سلام میکنم به بینندگان عزیز. امیدوارم هر چی که هستی حالتون خوب باشه و اینکه امیدوارم از اپیزود 1 لذت برده باشید. بچه‌ها تو اپیزود 1 مافیاها بردن، یه دونه مافیای ساده موند و یه دونه ناتو که کوروش رو رها بودن.
اگه بچه‌ها صحبت چیزی دارید راجع به بازی قبل بکنید که بریم واسه اپیزود 2. من یه عذرخواهی می‌خواستم بکنم. عذرخواهی چیه؟ من فکر کنم تو اسنایپر نقش اسنایپر رو دزدیده بودی دیگه. خب وگرنه من من تارگتم تو بودی. من گادفادر رو دادم بیرون. اول به خاطر فکت آنفری که یه شب بازی گفتم صداش اومد، چون خودم انقدر با صدای بلند شاتش کردم احساس کردم صدامو شنیده، پا شدم از بازی نرفته بود بیرون، انقدر عصبانی شدم فکر کردم قبل میگه راجع به من که صدات اومد و اینا، نگفت. واقعا مرسی، ولی واقعا عذرخواهی میکنم به خاطر این فکت آنفر. یه عذرخواهی از پارمیدا میکنم. من اومدم رأیای تو رو مساوی کنم، کوروشان ولی یهو رأی تأخیری هم حساب کرد، مجبور شدی بری بیرون. کوروشان من قبلش گفتم جفتتون سفید. من سعی کردم یارامو تو بازی نگه دارم. کوروشان من فقط در صورتی میپذیرم که شما اینجا توی دوربین اعلام کنی MVP شهروندا رو. MVP شهروندا 100% هلیا بود. 100%. آقا من یه چیزی بهتون بگم، دوباره بهتون گفتم، دوباره هم میگم، هر کی ترنش 30 ثانیه بیشتر وقت نداره، توی چالش هم 15 ثانیه. یعنی من اگه بهتون گفتم که شما تایمتون تموم شده، لطفاً صداتون رو قطع بکنید اون لحظه. چرا؟ چون بار اول اخطار، بار دوم سایلنت و بار سوم کیکه. بدون تعارف من کیک میکنم، از منم ناراحت نشید. دمتون گرم بچه‌ها. چشا بسته. لطفاً ماسکاتون رو با 2 تا انگشت بر روی صورتتون محکم نگه دارید. پامیدا جون برعکس کن اگه میشه، اون لاش چیزه. برعکس. کیارشون شما همینطور، شما زن و شوهری لاشو با آقا 2 انگشت من چیز کردم. آقا کیارش تو یه دقیقه بذار برداری. خواهش 2 تا انگشت کیارش من دستام بزرگه. نگاه کن، 2 دستتو نگاه کن. آقا من کتم واسم تنگه، شما جلو بازوهاتو کوچیک متوجه کردی نیستی. سایز نیست. الان این بعد پایین باشه. این بعد پایین باشه. آقایون بسته دست، اینم دست. آقایون دست، خانوما رفت. دم شما گرم. بچه‌ها مرسی. تو رو خدا ساکت دیگه. ممنونم. مرسی بچه‌ها، ساکت. من جلوی دوربین 2 بار دیگه کپ میکنم. لطفاً ساکت، صداتون نیاد. ممنونم. بسم الله. خب بچه‌ها لطفاً ساکت. ممنونم. لطفاً ساکت. ممنونم. میزنم به شونتون. نقشتون با هم میبینم. خب خیلی ممنونم. لطفاً ماسکتون رو بذارید. ممنون. مرسی. ممنونم. مرسی. ممنونم. ممنونم. مرسی که همکاری میکنید و بذارید. مرسی. مرسی. ممنونم. مرسی. ممنون. لطفا ماسکتون رو بذارید. ممنون. مرسی. لطفا ماسکتون رو بذارید بی زحمت. لطفا بی زحمت. مرسی. مرسی. ممنون. آخرش بچه ها عذر میخوام.
خب بچه‌ها ممنون. چشا بسته من اینا رو جمع بکنم بعد بهتون میگم چشا باز بشه. مرسی. چشا باز میشه دوستان. خب بچه‌ها روز معارفه سرصحبت آقای آرش، لطفا خودتون رو معرفی کنین. سلام، آرش شهرتونم دوستان. دوست دارم فیلینگی تارگت بزنم به 3 نفر: آقای کوروش، خانم هلیا و آقای سمی و 4 نفر آقای کیارش. خب سلام دوستان، خیلی خوشحالم با هم بازی میکنیم. قطعه به یقین مافیای بازیتون هستم، ولی حالا که اینقدر باهاتون صادقانه دارم بازی میکنم دوست دارم که اول یارامو خارج کنیم بعد بیاید سر وقت من. اگر هم اینقدر بی‌معرفتید میخواید منو بدید بیرون میتونید اول اجماع منو بگیرید، اما یارای بنده. یار اولم قطعه به یقین خودتی، گرفتی اصلا رفتی تو خودت منو نگاه چش تو چش جرئت نمی‌کنی با من بکنی. یار دومم که شما 3 تا تارگت اون کلاپس به تمام معنا. یار سومم رو نمیدونم، سمیلو خیلی دوست دارم تو باشی یار سوم، چون اگه تو باشی قطعا شهر رو فلج می‌کنیم. ولی یه خواسته دارم ازتون، اگه 1 نفر آدز کسی از اینجا برای من آدز شهروندی بذاره الان لایک نشون بده. شما 3 نفر 3 تاتون تارگت های بنده اید: هلیای راد، سمیلو، ربکا. من گفتم مافیای بازی هم. چی شد که برای شما 3 تا شهروند شدم؟ 1 2 3 تو هم دارم کاری، یعنی فکر کنم شما 3 تا تارگت های خیلی ممنونم. خب سلام به همگی، امیدوارم که بازی خوبی داشته باشیم. تارگت اولم آرشه. احساس موظف کرده دیگه 4مو به کیارش بزنی، یعنی میخواستی 100% 4می رم برای ما بگی. کوروشون من برای همه تا وقتی که فکت ولید نداشته باشم آدز شهروندی میذارم. و بریم سراغ این ورا ببینیم قیافه کی کلپسه. پارمیدا که جدی ازش وایب شهروندی میگیرم، معمولا مافیا باشه یه ریز لبخندی برامون داره. از این ورم ربز با لبخندش بهش یه تارگت میزنم و دانیال. خب من سلام میکنم به همگی، من یاسمینم. خیلی خوشحالم که امشب دارم باهاتون بازی میکنم. کوروش پا میشی میگی من مافیام، اصلا این داستان دلیل بر این نمیشه که ما بگیم او پس تو گفتی من مافیام پس تو شهروندی. این اگه مافیا بود خودشو اصلا یه تنه نمیگفت من مافیام. به تارگت میزنم نظرم راجع به آرش اینه که همین جوری گفت کیارش، دلیل خاصی نداشت، داشت نگاه میکرد که ببینه به کی میتونه تارگت بزنه. تارگت دومم خیلی دارم فیلینگی تارگت میزنم، فعلا هیچ فکتی ندارم، میخوام به رها بزنم برای اینکه دست پیش خوب بازی میداد، خیلی هم خوب بازی میداد، میخوام حرفاتو بشنوم. و خانم اما خیلی ممنونم. مرسی. سلام همه، کیارش شهرتون هستم. امیدوارم که شهروندا بتونیم خیلی خوب همدیگه رو پیدا بکنیم. قبل از خودم میخوام صحبت بکنم که با کلاپسی که شما زدی 100% تارگت های من قرار میگیری. 3 نفر رو میگی و 4 نفر رو تارگت میکنی، یه جوری هولی. مطلب بعدی، خب دیگه شما خودتو وقتی به عنوان یک مافیا معرفی میکنی 100% توی تارگت های من هستی که امیدوارم بگذره و با هم صحبت بکنیم. و از طرف کسایی که جلوی بازیم باشن به خانم اما و دانیال عزیز تارگت میزنم. خیلی ممنونم. خانم رها. سلام به همگی، رها هستم. خیلی خوشحالم که شب دومم کنار همین و یه تشکر کلی از همتون بکنم که دست پیش به من اطمینان کردین و بینگو رفتم تا دست آخر. امیدوارم که این دستم همینجوری با من لاولی باشید. دیگه تموم کنم اینا رو، شروع کنم از شما دست پیشو نیار وسط عزیزم. کینه های قبلی رو بذار کنار، الان با هم دیگه شروع میکنیم. باشه بیا با هم بازی کنیم. این دستم من میام باد بازی میکنم ببینم که میتونیم یا نمیتونیم. راجع به کوروش هنوز نمیتونم نظری بدم نسبت به صحبتی که کرد، به خاطر اینکه بازیشو باید چند دست ببینم بعد دستم بیاد. از قبلی ها همینا رو داریم، نظر دیگه ای ندارم. فیلینگی روی ربکا دست پیش به عنوان یک شهروند ساده از همون لحظه که نقشه شدید خیلی حرصی میخواست که سریع، دوست دارم صحبتاتو بشنوم، میخواست که سریع مافیاها رو پیدا کنه. امیدوارم که این دست هم همینطوری باشی به عنوان شهروند. و خانم اما ممنون از رهای عزیز. اما جان سلام، خیلی خوشحالم که امشب باهاتون بازی میکنم و دوست دارم که خیلی فیلینگی تارگت بزنم به ربکا، به رها
به همون دلیل البته فیلینگ هم هست ولی خیلی خوب بازی میکردی دیشب. و کوروش هم به نظرم داره عجیب بازی میکنه، اسم میکنم بازی شهره. نمیدونم. مرسی. سلام دوستان، سمیم. یه تارگت دارم برای آقای آرش چون به نظرم خیلی کلاپس کرده. کاور شما به مذاق بنده خوش نیامد، احساس میکنم آدز چشم باز کردن گذاشتی. شما تارگت دوممی. بنده دیشب تا صبح فوق تخصص سوسک شناسی گرفتم. خب سوسک تو بازی نمیشینه امشب بینگو بالا. صحبت کنید شما دوست دارم حرفاتون رو بشنوم. شما هم یه استرسی توت میبینم. تارگت سومم هم شمایی. با شما هم دوست دارم بازی کنم. مشکلت با لینک شهروندی چیه؟ لایک دادم، تارگت روز یک و اینا رو بریز دور. بنده قطع به یقین شهروند بازیم. خیلی ممنونم. سلام به همگی، پارمیدام. خوشحالم که دارم باهاتون بازی میکنم. میخوام اصلا شب قبل رو فراموش کنم، خیلی نتونستیم با هم بازی کنیم. با رأی یارامم رفتم بیرون، الان میخوام جنگی بازی کنم. اول از همه از اینجا شروع کنیم. احساس میکنم آرش چون اولین نفر شروع کرد میتونست استرس داشته باشه، همینجور تارگت زده باشه، چیز خاصی تو ذهنش نباشه. به نظر من مشکلی نداره. کوروش نمیدونم، الان نمیخوام راجع به چیز بگم، منتظرم صحبت کنی. یه ذره هلیا به نظرم استرس داشت، یاسی هم باز نمیدونم. رها خیلی پررو داشت صحبت میکرد، حالا این پررویی رو مافیا باشه یا شهر بودن الان کاری ندارم. برسیم به ربکا که خیلی استرس داره، بغل دستم احساس میکنم. راجع به شما دوتا فعلا نظری ندارم، بعداً جلوتر صحبت. خیلی ممنونم ربکا. والا من دست پیش میخندم، الان میخندم. من پرروی شهرم، پررو. میخوام مافیا رو این دست میدم بیرون، همتون رو میدم بیرون این دست. شهر درست بازی کنه. دست پیش مافیا به خاطر مسخره بازی باختن، این دست همه رو میدم بیرون. شما مافیایی، شما ببینیم کوروش اگه شهر این که من مافیامم این اصلا به درد شهر نمیخوره. شهر رو داری گمراه میکنه عزیزم من. شما هم تارگت منی، گوش کن. نمیدونم سفیدی یا سیاهی ولی تارگت منی، چون من اصلا حال نمیکنم یه شب بلند شه بگه من مافیام، اینو بیارین تو دست. اصلا این به درد شهر نمیخوره به نظر من. خیلی ممنونم آقای احسان. سلام دوستان، احسان شهرتونم. من شهروند این بازیم. خب بریم سراغ بازی. آقای آرش پس ذهنش یه مافیایی 3 تا تارگت زد، بعد یادش افتاد که 4 تا مافیایی، 4 زد. فکت خانم یاسی درست نبودی. فکت خانم یاسی این بود که زبون آقای آرش شد. فکت خانم یاسی این بوده. خانم یاسی هم یه مافیا. خانم پارمیدا چرا مشکوک؟ تمام کسایی که واسه من مشکوکن و گفت کاری ندارم، ایشون کاری ندارم. ربکا رو چیکار داری؟ راجع به ایشونو باید صحبت کنی، راجع بعدت که نباید صحبت کنی. شما قطعا مشکوکی. دانیال هم صحبت کنه واسه من معلوم میشه. تموم شده رفت. خیلی ممنونم آقای احسان. سلام دوستان، دانیال شهرتونم. خیلی خوشحالم که دارم باهاتون بازی میکنم دوباره. دوستان من قطعا شهروندم، دیده شهروندیمو میگم، یا برآیند بنده یه روز بازی میکنین یا بنده رو میدین بیرون با وصیتم بازی میکنین، به همین سادگی. ببین آقای احسان، شما برمیگردی میگی بس ذهن آقای آرش 3 تا مافیه. خب آقای کوروش خودش داره میگه من مافیام، 3 تا مافیا دیگه شو داره میگه. درسته؟ پس شما آقای کوروش رو نمیبینی؟ به فکت صداقت کلام میخواد بگه آقای کوروش با مافیات باشه امروز. فردا برنده آقای آرش و کوروش باید ببینی. من کوروش مافیای بازی دارم. خانم رها مگه شما لایک دادی که آقای کوروش شهروندتونه؟ خب پس چرا بهش نمیگی مافیا؟ واسه چی نمیگی الان مافیا؟ خب درسته، شما مافیا دارم. سعی من قطعا شهر بازیم. به تو دست دوستی میدم، شهروندی با هم بازی کنیم. بچرخه فعلا. خیلی ممنون دوستان. میریم به خواب نیمه روزی. لطفاً صحبت نکنید. ممنونم. خواهشاً صحبت. شوخی بله. برای جذابیت برنامه. فکرشو بگم ددان سوختی. ممنون. خواهشاً چشا بسته دوستان. اگه میتونید با 2 تا دست ممنونم. مرسی. مافیا ها بیدار شن. روز میشه دوستان. سر صحبت آقای آرش تمام میشه با آقای دانیال و من بازم بهتون بگم ترنی 30 ثانیه بیشتر نمیتونید حرف بزنید. اگرم چالش گرفتید 15 ثانیه. من اخطار میدم. دفعه دوم سایلنت، دفعه سوم کیک. لطفاً به این مسئله توجه بکنید که دست من ناراحت نشید. ممنونم. تعارف چالشتونه. کی چالش میخواد؟ بعد منی آروم باشی. چرا؟ نه این همه آدم. میدم به شما.
شما لطفاً اسم ببرید. خواهشاً آقای دانیال، من یه چیزی رو متوجه نشدم. داشتی با همه صحبت می‌کردی، یهو سمی رو خیلی دوستش داشتی، ولی اصلا نگفتی که چرا داشتی باهاش صحبت می‌کردی و می‌خواستی باهاش دست بدی به عنوان شهروندی. اینو بعداً واسه من توضیح بده. یه ذره آگاه بازی کردی. خیلی ممنون. خب کلاپسو کی انداخیم وسط؟ چه کلاپسی من دیدی شما؟ من پا شدم نفر اول تو معارفه اومدم دارم میگم که شما بعد چک کنم ببینم کی به نظرم میرسه که میتونه مثلا مافیای بعدی باشه، تارگت بعدی باشه. از کیارش گرفتم. کلاپس از کجا در آوردین؟ به نظر من هنوز شما دو نفر مافیایین برای من. از سمی و کیارش برمیدارم. خیلی ممنون، تایمتون تمام میشه. بچه من چالش به من چالش زیاد بدین، چون من حرف زیاد میزنم، ولی بذارید چون تایم من اکسترا بزن. هم چالش 45 ثانیه. دیدن تو سوخته بازی به چه دلیل سمی لو گفت شهروند به من؟ مگه تو احسان منبینی رو نگفتی مافیایی؟ کوروش به فکت صداقت کلام گفته مافیای بازی، درسته؟ پس سمیلو چجوری برای شهروند میشه که قبل احسان گفته کوروش؟ اصلا احسان راجع به من حرف نزد. سمیلو که من شهروندته، مگه من نگفتم مافیای بازی هم ایشون؟ شما ما لایک دادید با شما نمیدونم سمی 3 نفر به من لایک دادن. من این تو مگه به من تارگت، مگه من نگفتی شهروند رسید بهت گفتی کوروش مافیا، تو بعد لایک ندادی؟ تو احساس شهروندی میگیره. تو مشکوک تو قطع به یقین مافیا، تو هم قطع به یقین مافیا. هلیا چرا مافیا هنوزم؟ کوروش هلیا یعنی چی؟ 5 ثانیه. با اکسترا تو سوختی ددان، تو سوخته بازی. مگه نگفتی سمیلو سفید داری؟ سمیلو من سفید داره. تو به همین فکت احسانی که من ندیداره مافیا. خیلی ممنون، مرسی. تعارف چالشتون رو خانم هلیا. میدم به ربکا چون میخوام بعدش مخاطب قرارش بدم. آرش ببین فیلینگی معارف است. یه دور همه صحبت کردن، اسم کسی رو میاری براش فکت میاری. هنوز هلیا، هنوز کوروش. چرا هنوز هلیا؟ چی از هلیا دیدی؟ شماره 2 پارمیدا سردست چالش گرفتی که بیای به ددان بگی که تو دیتا داری. چه دیتایی داره؟ هنوز مافیا اینو ور نداشته یارشو ببینه. چه دیتایی داره که به صمیم میگه؟ یعنی اصلا هیچ جوره به جور در نمیومد. بعد اصلا اونقدر حرف مهمی نبود که تو از اینجا دانیال رو مخاطب قرار بدی. میتونستی ترنت بشن. خیلی ممنون، تایم صحبت شما تمام میشه. چالششون من چالش داشتم. بله 15 ثانیه. کوروش شهر رو گمراه نکن. شما بلند شدی گفتی من مافیا. من از کجا بدونم شما مافیا یا نه؟ معلومه آدرس شهروندی. حرف هلیا درست بود. آدرس شهروندی میذاریم رود، چون باید بفهمیم که تو شهروندی یا مافیا. ولی به نظر من تو مافیایی. داری شهر رو گند گمراه، یعنی اصلا شهر داره گمراه میشه. شما بیا تو دفاعیه. امروز من با یه نفر دیگه میارم تو دفاعیه. خانم ربکا اگه تکرار بکنید واسه حرفم اختار میدم. به دانیال چالش میدم بعد حرفای من صحبت کن. آقا من از آرش کاوری نکردم. گفتم آرش پاشو دست اول سر صحبت بود، داشت نگاه میکرد گفت کیارش. اینو واسه خودتون نکنید یه کره درست حسابی که ازش کره بگیرید همتون. خانم پارمیدا پاشی بگی یاسی چرا آرشو کاور کردی؟ نه تو من بگی تو سوختی. من چرا سوختم؟ چون گفتم آقا آرش داشت این بر نگاه میکرد این برام چالش زد. چرا من سوختم؟ من رو تو آقا تارگت میزنم. برای اینکه پا میشی میگی مافیایی من به تارگت میزنم. من میخواستم مثلا آماده کرده بودم وقتی پا میشم بگم کوروش برای من این دست شهروند میتونه باشه، چون ما با هر استدلال یاسی جان مرسی از چالشتون. مرسی از چالشتون. خب الان یاسی چی شد تو چنه؟ اگه اکسترا میخواین حرف بزنین چالش ندید. مرسی. الان یاسی چی شد تو چن؟ آفرین. چه تو ترن نگفتی؟ حرف نمیتونید بزنید. بعد چرا فکت خانم پارمیدا که خانم هلیا میاره خود نیاوردی؟ لایک میدی به هلیا. تو قطعا مافیا، پارمیدا هم قطع به یقین مافیا. من به سمی نگفتم تو شهروندی، گفتم اگه شهروند باشی با هم بازی کنیم. غیر از اینه، اگه غیر از اینه دیسلایک بدین. گفتم تو شهروندی لایک بده. گفتم اگه شهروندی باهات بازی میکنم. 10 ثانیه. آقا امروز جنگ من و توئه. من و تو میایم بالا، من میرم رو وصیتم تو، به همین سادگی. خیلی ممنون. چالشی میخواد از قبل پارمیدا خواسته بود فقط بعد من صحبت بکنم. مطلب اول اینکه آرشان کلاپست محاسبات ریاضیته. خب 3 نفر رو میگی، بعد یه نفر چهارمی اضافه میکنی، چون نفر چهارم خودتی. میخوام 3 تا مافیا معرفی بکنم، نفر چهارمی پیدا میکنی میگی. نفر دوم کاور خار و مادر داری براش میری دیگه. شما اصلا چه دلیلی داری راجع به یکی دیگه صحبت بکنی؟ وقتی راجع به یکی دیگه صحبت یعنی کاورش میکنی. یه کسی تارگت میکنی اصلا کاریش نداره. اصلا زبون داره خودش دیگه. به اون چیکار داری؟ مطلب بعدی، الان بین این 2 نفری که داره بحث میشه شما خودتو مافیا معرفی کردی، شما هم خودتو شهروند. هر جفتتون باید برید. خیلی ممنون. تایم ترن شما تموم میشه. یاسی من که اصلا گفتم تو رو کاری ندارم، ازت رد شدم. الان داری واسه من توضیح میدی. یعنی من از تو دفاع کردم، نفهمیدم، فکر کنم قاطی کردی. من تارگتاتو متوجه نشدم. راجع به 2 نفر صحبت کردی. تو الان من چالش گرفتم راجع به یه چیز گفتم تارگتت شدم یهو، تا قبلش که دوست بودیم ما هم.
تایمتون تمام میشه. مرسی خب از ببین اصلا این دو تا که خیلی با هم میرن تو باکس، یعنی تو و پارمیتا راحت میتونید با هم مافیا باشید که به هم زدی. کاری ندارم. تو نگفتی من شمی شهروند دوست دارم با تو بازی کنم؟ تو گفتی یا نه؟ اینو شما دوتا هم گفتین. شما دوتا منو تارگت کردین، گفتین کوروش گفتی مافیا. چرا اینو ربکا و سمین که گفتن کوروش شهرونده رو تارگت نکردین؟ مگه این سه تا به من لایک نشون ندادن؟ کوروش تایم چالش شما تمام میشه. حاجی ببین این ریالیتی شو 15 ثانیه برای مسابقات جهانی مافیاست. اینا اصلا نمیتونین با 15 ثانیه بازی کنین. 15 ثانیه است. آقا اصلا نمیشه حرف زد. منی که فکت میارم کوروش شما یه اخطار میگیری، ببخشید. شما دفعه دوم که صحبت بکنید سایلنت میشی و حق رأیتون گرفته میشه. ممنون. یه توضیح اول بدم به آقای ددان. من دست اول که داشتم تارگت هامو میزدم، من سفید یا سیاهی آقای کوروش رو اصلا نگفتم که سفیده برای من. گفتم باید صحبت کنه نسبت به اون حرفی که زده، گفتم من مافیام که ببینم برای من کوروش مافیاه یا سفیده. من هیچ صحبتی نکردم، یعنی نگو که چشم پوشی کردم از روی کوروش. و شما همیشه با آرش بازی میکنی، میشناسمت، همیشه با اون جنگ داری، حتی اگه نقشتو ندونی. خیلی برام عجیبه که تو این دسته بازی داری هی پشتشو میگیری. من تو رو خیلی خوب میشناسم، پس تو بازم هنوز برای من مافیایی. خیلی ممنون. تعارف چالش بعدم بگو لطفا. بعد از من. اوکی، من دو تا از تارگت هامو میخوام تا اینجای بازی برعکس کنم. کوروش رو بهش تارگت میزنم. اول برام سفید بود ولی الان بهش تارگت میزنم و به نظرم شما دوتا توی تیمین. و دارین قشنگ با هم دیگه کل میندازین و قشنگ به نظرم توی تیمین و شما داری همچنان مثل بازی‌های قبلیت هرس می‌خوری سر شهر. حالا الان همچنان زوده ولی به نظرم شهر میتونی باشی. خیلی ممنونم. من چالش داشتم. آقا هنوز معارفه نشده. من از کجا بدونم که آرش مافیایی که بیام بگم اوکی من آرش رو کاور کنم که چی؟ آقا من دلم نمیخواد اشتباه دست پیش صورت بگیره. من داشتم آرش رو اون سری کاور میکردم اشتباهی، مافیا معرفی کردم اشتباهی، مافیا کره گرفت رفت بیرون. گفتم آقا همگی کل شهر دست 3 نفر قبل من بود. گفتم یه کاری نکنین که تارگت بخوره. چالش من برای شما. ببین شما پاشودی خودتو در قامت دفاع دیدی، شروع کردی گفتی کی گفته من کلپسم، بعدم تارگتاتو تکرار کردی بدون فکت. الان تو برای من بیشتر از همه مافیا میشینی. شما هم داری فقط توضیح میدی. 3 ترن پاشودی تارگتت کیه، کی مافیاته. برای همین شما میشی یار دوم آرش. شما من شهر نداشتی. تارگتای من چی هم برای تو الان؟ تارگت‌های من سیاه هم برای چه راجع به آرش و ایشون صحبت نمی‌کنی؟ شما چالشتو میدی به یاسی. شما خیلی مشکوکی برای من. به نظرم شما 4 تا میتونید مافیا باشید. ددان، ایشون، یاسی، آرش. ممنونم. تایمتون تمام. من کنسه تو رو خوردم این دست. من شکلات دارم به تو. اصلا با تا دسته بازی ببخشید این لفظو اومدم. فکت شهروندی من چیه؟ من گفتم مافیای بازی ام. گفتم کی فکر کنه من شهروندم؟ 3 نفر فقط گفتن شهروند، به اون 3 تا هم تارگت زدم. 2 تاشون تارگت بک میکنن. قطعه به یقین تو مافیای بازی، تو هم مافیای بازی. اون یکی هم به نظرم پارمیدا نیست. شما اگه منو مثلا میگی چرا به من کوروش میزنی؟ پس اگه کوروش شهروند تارگت کوروش ددانه. امروز ببین همه جنگای من ددان شوخی بود. این جنگ من ددان قطعا بینش مافیاست ددانه. خواهش میکنم بچه‌ها اگه من میگم تایمتون تمام شده لطفا صداتون رو قطع بکنید. آقا اما یه حرف قشنگ زد، منو برد تو فکر. اصلا شما دوتا چرا با هم یار نباشید؟ از این کارام زیاد میکنید. اوکی از بینتون میاریم یکی رو میدیم مشخص میشه دیگه. بعد میخوام بدونم بچه‌ها چرا تارگت ها رو پخش و پلا میکنید؟ اصلا این خودشون دوتا دارن با هم میجنگن، خودشون دوتا میگن بیارین، یهو بازیو میبرید 2 نفر که ببین آرش الان بیشتر واسم مافیاست. ولی تو چون واقعا اول بازی بود و یارتو نمیشناختی هنوز تو رو میتونم نگه دارم. تو الان اومدی آخه چی نمیگی، پا میشی توضیح میدی میشینی، هیچی به بازی اضافه نمیکنی. که تو هم همون حرفایی زدی که اول زدی، دوباره راجع به همینا صحبت کردی، هیچ چیز جدیدی اضافه نکردی. خیلی ممنون. تایم شما تموم میشه. چالشتون. خب من تو ترن معارفه تارگت زدم بهشون. وقتی یه جنگ اینجوری صورت میگیره 100% 2 نفر باید بیان توی دفاعی صحبتاشون شنیده بشه. این یک. شماره 2 یاسی تو فقط داری چالش میگیری توضیح میدی، چالش میگیری توضیح میدی. آقا تارگت خوردی بشین اوکیه، همه دارن تارگت میخورن، تو احساس گناه میکنی پا میشی توضیح میدی. یه جمله گفتی برام عجیب بود. من دست پیش بهت گفتم پاشودی گفتی پررو، من فهمیدم چه خبره. صحبتتو دوباره با پررو شروع کردی. احساس کردم میخوای همون حس دست قبل رو بدی، برعکس شد. تایمتون تمام میشه. مرسی. بچه‌ها من یعنی روز بعدی سعی می‌کنم 5 الی 10 ثانیه تایم چالش رو بیشتر بکنم. مرسی. یاسی و آرش ممکنه پوش مافیا باشن. اینو در نظر بگیرین شهروندا. خیلی داره راجعش صحبت میشه. ایشون اول دست بلند شده گفتن من مافیام. پس این دوتا دارن میزنن همو، دارن میکشن همو. بیارینشون تو دفاع دست اول. ممکنه زرگری باشه دو تاشون مافیا باشن. این دوتا باید بیان تو دفاعیه. شهروندا نوب نباشید. باید این دوتا بیان تو دفاع. من میخوام بفهمم چرا گفته من مافیا. مرسی.
ربکای عزیز. نه به من چالش داده بله بود. بله. پارمیتا جون میتونم بپرسم چرا 2 دسته با وجود بازی عجیب یاسی داری کاورش میکنی؟ هی میگی من چیزی نمیبینم تو، باز برای من سفیدی. به من توضیح بده که چرا برای تو سفیده یاسی که داره اینجوری بازی. خیلی ممنون رها جون، مرسی. بله ببینید الان یه ذره دارم به همتون مشکوک میشم. من تو رو مافیا دارم، تارگت های من مافیا داری، مثلا یاسی و آرش و ربکا و اما و اینا رو اصلا بهشون مشکوک هستی یا نه کلا با من تارگت؟ من مافیاتم؟ لایک و دیسلایک بده. نمیدی؟ خب لایک و دیسلایک بده. نه برآیند حرفمو بگم. ببین من میگم اگر قرار منو این بیاین بالا اوکی، ایشون هم بیارید بالا، ایشون هم بیارید بالا. من شهر بازیم. تو مگه نگفتی کوروش شهرونده؟ تو لایک دادی کوروش شهروند بازیه. من گفتم کیا حس شهروندی میگن تو و شما بودیم. شما جفت دارید منو تارگت میکنید. امروز بازی این که قطعا مافیاه، اینم قطعا مافیاه، تو هم قطعا مافیایی، اون یکم بین شما هست به نظر من. اگه اما نباشه. خیلی ممنونم. ببین وقتی میگین 2 نفر رو باید بیاریم بالا، تن و بدنم میلرزه که 2 تا شهروند بیاد بالا. حالا بریم سراغ بازی. خانم یاسی واسه من مافیای کامل بازیه. خانم پامیدو شما مدافع حرم ایشون اگه حرم باشه شما مدافعشی. من اول با شما صحبت میکنم که شما اول بدن بیرون، بعد اون نقش خوشخله رو بدن بیرون. شما قطعا اول میری بیرون. هر کسی که واسش من شهروندم قطعا این 2 تا باید بیاد تو دفاعیه. باید امروز خانم پامیدو یاسی بیان تو دفاعیه. ایشون اول بیشتر زبونش، ایشون سفید داره، ایشون سفید داره ایشونو. چالش شدم پارمیتا شما میخوام بکوبمش. ببین آقای کوروش، شما اگر تن و بدنت میلرزه سر تارگت ها، بعد خانم پارمیتا رو به قد مافیا داشته باشه که داره بنده رو با شما باکس میکنه و خانم یاسی رو کاور میکنه و بعدش خانم ربکا که داره میگه دارن ایشون پوش مافیایی دارن میشن. خب درسته؟ پس بنده اینجا نمیتونم مافیا بشم. قطعا خانم پارمیتا به قد مافیا بازی میتونه باشه. سمی آخرین اختیار دارم بهت میگم، یه بار دیگه به من بگی مافیا قطعا میگیرم روت. قطعا میگیرم روت. خب ببین من اوکی ام، من با شهر بازی میکنم. من میام بالا، تو بیا بالا، یاسی بیاد بالا، پارمیتا هم باید بیاد بالا. اوکی من هیچ مشکلی ندارم. من چالش داشتم. اوکی. من گفتم حرفم خیلی منطقی بود. گفتم یاسی وقتی از آرش دفاع کرد نمیدونست یارشه یا نه. بعدش هم دیگه با کاری نداشتم. همون حرف اولش داشتم. دارم کاورش میکنم. یه بار دیگه بگم مافیا، منو مافیا میخونی. خب مافیایی چیکارت کنم حالا؟ چرا ترسیدی نه اینکه بیاین تو دفاعیه؟ من متوجه نشدم. بعد چرخید افتاد بازی رو من. 5 ثانیه. چرخید یهو بازی اومد رو من متوجه نشدم. خیلی ممنونم دوستان. رأی گیری میشه. از سر صحبت آقای آرش، بچه‌ها بذار دست پایین یه چیزی بهتون بگم. 3 ثانیه من میشمرم تو ذهن خودم، اگه میخواین بلند بشمرم، اگه فکر میکنین تأخیری میشه نزدید بگید. من 3 ثانیه میشمرم، رأیتون بعد از 3 ثانیه تأخیریه، حساب نمیشه. آقای آرش 1 2 3 4 5 دست پایین. آقای کوروش 1 2 3 4 5 6 دست پایین، میام تو دفاعیه. خانم هلیا بینگو. خانم یاسی 1 2 3 4 5 6 7 8 میان تو دفاعیه. بله ممنونم. آقای کیارش بینگو. خانم رها بینگو. خانم اما 2 رای دست پایین، ممنونم. آقای سمیلو دست پایین، مرسی. خانم پارمیدا 1 2 3 4 5 6 تا میان تو دفاعیه، دست پایین دست پایین، ممنونم. خانم ربکا 1 2 دست پایین، ممنونم. آقای احسان 1 2 مرسی دست پایین. آقای ددان 1 2 3 4 5 تا دست پایین. من شروع کنم دفاع رو. کوروش، یاسی و پارمیدا تو دفاعی هم به ترتیب آقای به نظرم شهروندی. کوروش من هنوز حرف نزده بودم، حرف زدم، ببخشید. نه حرفتون رو بزن، ولی خواهش می‌کنم وسط حرف من نپایید. ممنون. شروع کنم؟ بله. قطعا به نظر من شهروندی با 8 تا رای. چی شد؟ چرا نیومدی بالا؟ لایک میدی، حق رایش گرفته شد آقای گال. جفت اینا نمیتونن. قطعه به یقین کیارش فتی مافیاه. اینجا که به من رای دادی، تو چرا به ربکا رای ندادی؟ مگه نمیگه ای پرو داره تکرار میکنه؟ تو ربکا رو میکنم توی باکس ها، نذار این کارو کنم. ربکا 100% مافیای بازیه. اما 100% مافیای بازیه. ببین احسان بهت مشکوک شدم. حقیقتا بهت مشکوک شدم، چون ربکا هم برگشت زبون یاسی شد. خب پارمیدا هم زبون یاسی شد. دیدم باهات بازی میکنم رو پارمیدا بره بیرون، ولی چرا نیومدی بالا؟ اسنایپر 2 پا ددانو بزن. کیارش فتی میلیارد تو هم کیارش فتی هم شاید 2 بشکم. رأی 2 بدی قطعا مافیایی، چون من شهروند بازیم. هیچ فکتی برای من نیست. من همه رو با فکت دارم بازی میکنم. تو به من رأی بدی مافیایی.
اما مافیای اما تو گفتی کوروش داره عجیب بازی میکنه، کوروش به نظرم شهرونده، خوابیدی با من چشم باز نکردی، گفتی من تارگتمو برعکس میکنم بدون هیچ دلیلی، گفتی من میخوام حرف بزنم. اگه یک دلیلی می آوردی برای اینکه من تارگتمو برعکس میکنم ازت میپذیرفتم. پس قطع به یقین مافیایی. پارمیتا نمیدونم داری چیکار میکنی، هنوز رو تو نیستم. ربکا قطعا مافیاه. هلیا رای ندادی به تو هم مشکوک شدم. ددان هم که نیومد بالا میتونه مافیا باشه. به نظر من به یاسی هم رای ندید. من گفتم یاسی چرا با 8 رای اومد ددان نیومد؟ چرا آرش نیومد؟ مگه آرش و یاسی با هم نبودن؟ اینم مافیاست. ممنون آقای کوروش. آقا هی به من میگین واسه چی دفاع میکنی از خودت؟ هلیا برگشتی من گفتی واسه چی انگار یه احساس گناهی میکنی که دفاع میکنی. دفاع میکنم چون این اتفاق میفته، پوش مافیایی میشم. به من 8 نفر رأی دادن. چرا؟ چون برگشتم گفتم آقا آرش داشت این دو رو نگاه میکرد، حالا یه تارگتی هم به کیارش زد. این شد فکت مافیایی من برای همتون. من شدم مافیا تو دست اول، بعد مافیا رو نمیبینید، بعد تو برمیگردی به من میگی واسه چی به سمیلو ربکا تارگت نمیزنی؟ اونا که برگشتن به من گفتن شهروند. ربکا کجا به تو گفت شهروند؟ ربکا که داره همش لایک میده میگه تو مافیایی. من واسه چی؟ این چه فکتی بود برای من آوردی؟ بعدش هم از اون ور آقا نکنید، خیلی راحت نگاه کنید ببینید هیچ فکتی این وسط قرار نداره که برمیگردید به من رأی میدید. هیچ دلیلی وجود نداره که به من رأی میدید. سعی به من میگه چرا تارگت نمیزنی؟ آره چون گمراهم، دست اوله، هیچ فکت و دیتایی ندارم، نمیتونم الکی اتفاقی که واسه خودم افتاده رو واسه شما هم یه کاری کنم رخ بده. نمیخوام تارگت بزنم بیاید بالا شهر از دست بدیم. اوکی به من رأی 2 بدین واقعا اصلا میمونم. خیلی ممنونم. پارمیتا جان. خب بچه‌ها من فکت شهر واسهتون میارم خیلی ساده. من گمراه بودم، به همتون تارگت زدم، درسته؟ هر کدوم فکر کنم فقط به تو کاری نداشتم، همتون رو زدم. نمیدونم شهر اینطوری بازی میکنه. اگرم اومدم به یاسی گفتم به خاطر این بود که چیزی که تو ذهنم بود زد، حرفی که تو ذهنم بود زد. الانم دیدید چی شد؟ دانیال الان اینجا واسه من خیلی مافیا در میای، خیلی خیلی واسه من مافیا در میای. خیلی ممنون دوستان. کوروش لطفاً بشین عزیزم یه لحظه. آره ولی خب من باید بگم تو شما پاشی، شما پیشرویی خیلی. خب رأی مجدد گرفته میشه دوستان. آقای آرش و خانم ربکا به دلیل لایک دادن تو دفاعیه رأیشون گرفته میشه. شما هم لطفاً. منم لایک دادم. ببخشید وسط صحبت جان. هلیا گفت منم لایک دادم. خیلی ممنون که خود معرف خودتونو. لطفاً ربکا، آرش و هلیا نمیتونن رأی بدن. رأی مجدد گرفته میشه واسه آقای کوروش. ممنونم. بینگو بشین شما. خانم یاسی بشین. خانم پارمیدا 1 2 رأی بشین. شب میشه دوستان. صحبت نکنید لطفا. خواهش میکنم صحبت نکنید. بعد من مجبور میشم اخطار بدم، بعد سایلنت بدم، بعد کیک کنم. آرش چشم بسته. 2 دستی اگه میشه. البته اگه سخته خب 1 دست. اما جون لطفاً اینجا شو بگیر. ممنون. مرسی. خیلی ممنونم. ساقی بازی تو طول بازی میتونه 1 بار خودشو مست بکنه. اگه این کارو بکنه زننده شات که میشه گادفادر، اگه ساقی رو بزنه خودش میره از بازی بیرون. ساقی اسم من بده. ممنونم. مافیاها بیدار بشن و در نهایت گادفادر یه شات به من نشون بده. سر کنید. دکتر لکتر تو طول بازی 2 بار میتونه خودشو هیل بده. ناتو تو کل بازی میتونه 1 بار ناتویی انجام بده. آیا میخواد؟ مرسی.
دکتر شهر 2 بار تو طول بازی میتونه خودشو سیو بده و 2 نفر رو میتونه سیو بده تا 8 تا، یعنی 8 هم 2 نفر، 8 به پایین باید 1 نفر رو سیو بده. مرسی، ممنونم. کاراگاه کیو میپرسه؟ مرسی، چشم رو ببنده. اسنایپر بازی تو طول بازی 2 بار شات داره، آیا میخواد شات بزنه یا نه؟ جان سخت تو طول بازی 2 بار میتونه استلام بگیره، آیا استلام میخواد؟ جان سخت استلام میخواد؟ ممنون. روز میشه دوستان. خداحافظی میکنیم با 2 نفر. 1 نفر کیک بوده که آقای آرشن. آقای آرش کیک میشن از بازی و خانم اما. خیلی ممنون که با ما بازی کردید. بله کیک شدن آقای آرش. توی شب یه کاری کردن که کیک میشن. خانم اما و آقای آرش لطفاً بیرون بازی منتظر ما باشید. خیلی ممنون. استلام داشتیم بله دوستان. متاسفانه 2 تا سفید بیرونه. خیلی ممنون. سر صحبت با آقای ددان، تمام میشه با آقای کوروش. بچه‌ها اینم بهتون بگم چالش توی این روز دوم 25 ثانیه است. ببینید بچه‌ها من اصلا کاری ندارم، ما هم همیشه اینجوریم دیگه. تو بازی اول که ما مافیای بازی بودیم 3 تا کیکی رو آقای آرتا کیک نکرد، رأیای یارای ما رو مثلا که امروز حرفه‌ای شده هممون رو کیک میکنه، مشکل نه. شما 2 تا که 100% یارید، چرا به پارمیدا رأی ندادی؟ مگه نگفتی تو چرا نمیفهمی؟ سمی تو شما با پلیرها دارن صحبت میکنم، نمیدونم چند تا تو مافیایی. مگه نگو پارمیدا مافیا؟ مگه کل برآینده ته دست پارمیدا نشد؟ چرا رأی 2 ندادی؟ چرا رأی 2 ندادی؟ اون برا نگاه میکنی ربکا تریلیارد مافیای بازی. تو لایک نشون میدی ددان مافیای بازیه، ربکا مافیای بازیه، خودت هم مافیای بازی. تعارف نداریم با هم که. یا احسانه اگه تو نیستی. خیلی ممنون. چون احسان برگشت ربکا رو ندید گفت تو چجوری یاسی سفید تو ربکا؟ شما حق رأی نداری این دست. ببخشید. چون مثلا من حرف میزنم قطع نمی‌کنی. عذر میخوام. آقای ددان من صحبت کنم. شما خودت تو دفاعیه بلند میشی میگی پارمیدا من نمیدونم چه داری اینطوری بازی می‌کنی، نمیدونم چی، ولی ربکا 1000 مافیاه. خب مشکلی که داشتن ربکا و پارمیدا کاور خانم یاسی بود. شما خودت بلند شدی کاور کردی خانم یاسی. آقای کوروش پس چطوری میشه همچین اتفاقی بیفته؟ این 2 دوست به این فکتی که داشتن خانم یاسی رو کاور میکردن مافیا خطاب دادی. پس این فکت بود که خودت بلند شدی خانم یاسی رو سفید کردی. خب این 2 دوست هم داشتن میگفتن پوش مافیایی داره میشه دیگه. پس الان من بچه‌ها شهر باشن. من امروز فقط 1 مافیا دارم و برای من هم رها مشکوکه هم کیارش. و خب اگر با من بازی کنین به نظر من کیارش مافیا بازیتونه. بازی بندرم خراب نکن آقای کوروش. من پارمیدا رو حس شهروندی ازش میگیرم و رها کن. مرسی. مطمئنه. چالش. چون پارمیدا تارگتمه میخوام به پارمیدا بدم. صحبت کن. ببین نفهمیدم 2 تا تارگتات بودن مافیات بودم. شهر جای بدی نشسته ها. اصلا حواستو جمع کن داری چی کار میکنی. 2 تا مگه این آقا رو من نگفتم رو حرفی که زد واسم سفید بود. از همون حرف من با یاسی کاری نداشتم. گفتم چون حرف منو راجع به آرش زدی. حرف منو راجع به آرش زدی که آرش رفت سفید بود. اینا رو داشته باش. بازی جای بدی الان. پارمیدا یاسی هنوز اصلا سفیده؟ یاسی با 8 تا رای اومد با 0 تا رای نشست. اصلا غیر قابل باوره واسه من. یاسی قطعا واسه من مافیا میشینه. قطعا شما که هنوز داری پافشاری میکنی مافیای بازی واسه من. اول امروز باید با پارمیدا خدافظی کنیم، بعدش هم با خانم یاسی. شما مدافع حرمی، شما میری بیرون. اینجوریه بازیش خانم پارمیدا. شما قطعا شما میگی راجع به ربکا حرف نزدی. خب دونه دونه لجبازی که نداریم که. مافیا دونه دونه. شما نظر چیه خانم پارمیدا مافیاه؟ لایک بده. نه تایمتون تمام میشه آقای اول پارمیدا میره. تایمتون تمامه. مرسی. بعد من هریا صحبت کن.
شما راجع به کوروش نظری ندارین دیگه، نظری ندارین دیگه. ایشون با بینگو نشست، شما با بینگو نشستی. مثلا از شما سفید نیستی واسه من. گفتم ممکنه آرش و یاسی پوش مافیا شده باشن. الکی مافیا واسه من دست نگیرن. یا ربکا که 100 یاسی رو سفید کرد. کی بیا ویدیو چک کنیم کی یاسی رو 100 سفید کرد. شما ایشون 8 تا رأی آورده. شهروند اگه عقل داشته باشه دست 2 رأی نمیده. چون مگه میشه 8 نفر رأی؟ ممکنه مافیا باشه، ممکن نباشه. ایشون و این دوتا رو بیارین تو دفاعیه. مگه میشه این دوتا بیان تو دفاعیه؟ شما که اصلا رأی نیاوردی. شما هم که با بینگو نشستی. تایمتون تمام میشه خانم ربکا. دفاعیه باید بیاین تو دفاعیه. خب ببین یه چیزی احسان خیلی واضحه. من از تو بعید میدونم تو که این همه مافیا بازی کردی، کسی که داره پوش مافیایی میشه با 8 تا رأی حرف زد، اون همه داد و بیداد کرد، به نظر من صداقت و حرف زدنش بود. فقط برای من سواله، شما از کجا میدونستی که ایشون سفیده؟ شما میدونستی که ایشون سفیده؟ اونجایی که همه تارگت زدن شما دفاع کردی. احسان تو دست پیش برگشتی گفتی یاسی و آرش همدیگه رو کاور کردن، با همدیگه مافیان. استعلام گرفته شد، برای من عکس نگی، استعلام گرفته شد آرش سفید بود. اگرم پوشی صورت گرفته بود ربکا پار میداد. بچه‌ها شهروندا اگه پوشی صورت گرفته بود، اگه مافیا داشتن کره چرپ میگرفتن این وسط، آرش که سفید بود. تنها فکت مافیایی من بود که من از آرش کاور کرده بودم. بیا آرش سفید. بعد تو پا میشی میگی این دوتا رو بدیم اخطار انضباطی. اگه ادامه میدادید شما سایلنت و حق رأیتون گرفته میشد. بچه‌ها خیلی واضحه. هلیا خیلی مغز من به من میگه وقتی که من دارم راجع به آرش این فکر رو میکنم، اینم این فکر رو میکنه، صحبتش مشکوک نیست که همه بهش مشکوک میشن. مغز من بهم اینو میگه. دیدم که چی شد. الانم میگم این 100% سفید من نیست. رو اون حرفی که زده بود واسه من سفید شده بود. آقا واسه من عجیبه شما چرا منو سفید داری؟ شما چرا منو 100% مافیا داری؟ واسه کسی دیگه عجیب نیست. این آقا چرا 2 دسته منو 100% مافیا داره؟ این آقا چرا منو سفید داره؟ اینا توجهتون رو جلب نکرده؟ مرسی از چالشه. ببین آقای احسان، شما مگه خانم پارمیدا نمیتونید حرف بزنید، کیک میشید شما اگه بار دیگه حرف بزنید. آقای کوروش شما هم اخطار میگیری الان. خب نباید حرف بزنید عمو صمیم. من عذر میخوام. ببخشید. من واقعا عذر میخوام کوروش. بفرم. خب مگه شما نمیگی خانم پارمیدا مافیا بازی چون مدافع حرم خانم یاسیه؟ خب آقای کوروش بلند شده گفته تارگت قفل رو خانم یاسی توی دفاعیش. ولی امروز با تو کاری ندارم. من یه مافیایی که بلند شدم گفتم کیارش امروز باید بازی بره بیرون، یه نفر اسم کیارش رو نمیاره. امروز فقط آقای کیارش خدافظی می‌کنیم. بعدش هم به حساب دفتری شما میرسیم آقای احسان. به همین سادگی. تایم چالشتون تمام میشه. چالشم برای شما. ببینید 2 تا تارگت داشتم، 2 تاش الان بیرونه. حس می‌کنم کلا اشتباه زدم. شما اصلا اسمت نمیاد. چرا؟ یه خش رود نیافتاده. یه تارگت خشک نخوردی 2 روزه احسان. چه شکلیه؟ اینو نمیفهمم. 2 نفر ایشونو سفید کردم. به نظر منم ایشون الان شهر میشینه، ولی از شما 2 نفر یکی تو مافیا در میاد که به نظرم تو میتونی در بیای و ربکا نمیتونه باشه. تو میتونی یکی مافیا باشی. رها ساکته، یه حرف نمیزنه. عین دیروز آقا بینگو میاد بالا، بعد میرسه 5 نفر میخونه مافیا برده، همتون میری اونجا هرس میخورین. یا اگه حرف نمیزنه بعد بری بیرون. ممنونم. ربکا اگه شهروندی کیارش اگه که داره کاراگاهی بلند میگه، داره به من میگه من کاراگاهم 2 تارگتی میزنم که تو، یعنی میگه پا نشین و پاره کنی یارشی، چون با علنا گفت کاراگاهم، تو فهمیدی گفت 2 تا، ولی امروز با این خود. ربکا اگه شهروندی اینو پارمیدان زرگری میزد، تو مگه نگفتی من تو مگه نگفتی برایندم پارمیداه رسید بهش رأی ندادی، امروز با شدی میگی سفیدمه. اگه استلامش هم داری چجوری اونو سیاه داری؟ این از کرار. تو مگه نگفتی دیروز مشکوک دارم بهت؟ من دیالوگ چرا برقرار میکنی؟ مگه مشکوک نیست؟ چرا چالش رو میدی به این؟ چرا نمیدی به سفیدت؟ قطعا مافیایی تو، قطعا مافیایی. احسان رو کس دیگه پارو نمیزنی. ببین شما اگه شهروند، تو هم خیلی بهت فیلینگ بد دارم، ولی قول دادم با تو بازی کنم. امروز پارمیدا و ددان یا من یا ددان و پارمیدا. ممنون کوروش. چالشو بعدا میدم به تو. آقای صمیم شما تو این بازی کردن داشتیم چند بار چالش گرفتی؟ مگه با سوسکش نیومده بودی؟ چی شد؟ الان به من میگی حرف نزن. بیشتر از شما من دارم تو این بازی صحبت میکنم تو این بازی. دقیقاً. آقای ددان لطفاً خواهش ازت میکنم بازی با پارمیدا نکن که من فکر کنم شما هم 100% مافیایی و اون شکی که حتی روی کوروش دارم هم بردار. الان شما بدون فکت داری میگی رهاه، چون دست پیش بینگو شدم الان دارن به من رأی بدید به من. الان چون به من رأی نمیدن، من رأی بدین به من، بدین من برم. خیلی ممنونم. من حرف نزدم این دستی چی. خب دوستان با من بازی میکنی؟ پارمیدا رو بدم بیرون؟ با من اصلا بازی نمیکنی؟ اصلا تو کتم نمیره. پارمیدا قطعا مافیا. پارمیدا باید بلند شی، باید اگه شهروندی بلند شی بگی احسان مافیا بازی. چرا میگی احسان به من داری تارگت میزنی؟ تو چجوری منو سفید داری؟ من دارم به شما میگم مافیا این بازی، تو باید بلند شی به من بگی مافیا این بازی. بعد سمی بلند میشه میگی پارمیدا مافیا بازیه، ولی احسان تو هم
تارگتی نمیخورم. من از موقعی که اسم پارمیدا رو بردم فقط دارم تارگت میخورم. ممنونم. تایم چالشتون تمام میشه احسان جان. ممنونم. امیدوارم پارمیدا قبلش ولی میخوام صحبت بکنم. مطلب اول این که شما خودت برای من خیلی مشکوکی، چون موقعی که اومد ربکا آقای دانیال خب اون قرار بود شما صحبت بکنین، خب گفتین که این دو نفر بیان دفاعیه چون جنگ شما دوتا بود، شما نیومدید تو دفاع. 100% من هم به ایشون رای دادم هم به شما، کسا شما مشکوک شدم، ولی من لایک دادم گفتم من رای میدم شما دوتا جنگی بیاین، اونایی هم که شک داشتن پس آوردم بالا. این مطلب اول. مطلب دوم، فکت سوراخ شما چرا به این گیر نمیدی الان؟ چرا به کوروش گیر نمیدی؟ 5 ثانیه. چون از اون ور میگی پارمیدا اینو سفید کرده، این اصلا 90% که رأی 2 رو نگرفت بینگو نشست به خاطر دفاعی کوروش از خودش بود، چون خودش که 90% ژاپنی صحبت می‌کنه اصلا من نمی‌متوجه نمیشم. ممنونم آقای کیارش. ممنونم. چالش شما داشت. احسان ببین من نمیتونم آگاه صحبت کنم، نمیتونم هم مثل تو صحبت بکنم. یه شانسی میذارم که الان جایی نیستم که ریسک کنم تو رو 100% بدم وقتی نمیدونم 100% یا نه. فقط میتونم بگم تو هم داری میگی رو من. آقای سامی خیلی داره قشنگ صحبت میکنه، من حرفاشو دوست داشتم. به چیزایی دقت میکنه که ما دقت نمیکنیم. حرفایی که گفت قشنگ بود. خیلی ممنون. خانم یاسی تعارف چالش. آقا خیلی جالبه احسان، پا میشی چالش نمیدید شما؟ چالش میدم به سمی، چون اصلا صحبت نکردی، یه ذره صحبت کن. خب نه صحبت آقا نه، من نشیدم، صحبت کن یه ذره. احسان یهو پا میشی آبدو خیاری با یه فکت آبدو خیاری یه پرانتز باز میکنی، خانومه پارمیدا رو با منو میکنی توی کاسه، میگی آقا شما دو تا بیاین تو دفاعیه، بعد اصلا توجه نمیکنی به دانیال و کوروش که این همه دوباره با هم دیگه جنگ داشتن، قرار بود این دو تا رو بیاریم تو دفاعیه، یه پوینتی از توش ما بتونیم در بیاریم. بعد کوروش من میام تو دفاعیه میگی یاسی برای من تو سفید شدی، بعد دوباره یادت میره منو ول میکنی، باز دوباره تو میای میگی تارگت قفلش تارگت قفل کوروش من بودم، بعد یه اختار انضباطی. این منو سفید شما رأیتون گرفته میشه ازتون این دست. ببخشید من چون گفتم بعد شما ادامه دادید باز گفتم صحبت نمی‌کنی. شما اگه پاشودی ترن بعد گفتی که ترن معارفه به کی تارگت زدی، من بازی خودم دیسکارد می‌کنم میام بیرون. شما اصلا نمیدونی به کیا تارگت زدی، حرفی نزدی به این بازی اضافه نکردی. الان تا بهت زدن پاشودی 2 نفر دیدن شما چرا اونجوری؟ شما مافیای 100 میشینی. اون ایشون که هر وقت مطلب کرد اینجوری کرد مافیاست. میری بیرون. شما مافیای بعدی هستی. خیلی ممنونم سمی جان. هلیا تعارف چالش. مرسی. ببین 2 روز فقط داری رو من پارو میزنی. 2 روز فقط داری رو من پارو. الان بلند شد ترکوندتم آقای کیارش. من تو دفاعی خود نگفتی کیارش قطعا مافیای بازیه. 2 تا تارگت داشتی اما آرش رفتن بیرون. الان چیه؟ تو قطع به یقین مافیه و جلوی چشات امروز کیارش رو میدم بیرون. جلوی چشات میخوای کیکی منو بگیری؟ نقش میکنی تو پاچه بنده. جلوی چشات امروز کیارش رو میدم بیرون. خیلی ممنونم. کوروشون هلیا جان ببخشید. خب ببین یه ذره احساس میکنم که بد بازی کردیم و اینکه خیلی الان بدون دیتا هم برای همین اصلا چیزم اگه به من میخوای تارگت بزنی تارگت بزن، مشکلی نداره، من هیچ ترسی ندارم بیام توی دفاعیه، ولی راحت ولی من از تو فیلینگ شهروندی میگیرم، هرسی که میخوری من از تو فیلینگ شهروندی که. ولی یه چیزی برام عجیبه، اونجا ددان میگه پا میشه میگه کیارش، ولی جدا کسی تو این بازی راجع به کیارش صحبت نمیکنه. یعنی از اونجا میچرخه تو با توجه به حرفی که نفر قبلیت میزنه بعد صحبت کنی، هیچ کس راجع به کیارش حرف نمیزنه. خانه در استانبول، فقط خانه استانبول. خب مرسی بچه‌ها، قطع به یقین بازی رو می‌بازیم. شهروندا جدی دارم، یعنی روز وقاحتشونه. فقط یه دیل باهاتون دارم، من برم بیرون چون هیچ راهی نداریم، ولی اسنایپر اگه تو بازی هست ددانو بزنه، بذار لکتر هم سیوش بده، نره بیرون مهم نیست، ولی ددانو بزنه، چون بچه‌ها دیگه داره کاراگاهی بلند میکنه، تو هم پلیر نیستی دیگه، داره کاراگاهی میکنه، باکس کرد دیگه این دوتا رو، رهای مافیاه. میگه من شکم تو که چالش دادم برای من بود، شکت من میخواد بره رو ددان میلیارد مافیای بازیه، اصلا نمیخوای بهش بزنی تا فردا، تو هم که یارشی چالشو دادی بهش، مگه من شهر نداری؟ مگه الان نگفتی کوروش من شهری هرس داری میخوری؟ لایک نشون بده خیالم راحت. چرا به ددان نمیزنی؟ قربونت برم یارته، با هم دیگه نوش جونتون، تو مافیا، تو قطعه به یقین مافیا، ربکا بروتو سوسو هم میتونه پارمیدا هم یارش باشه که نداره الان سفیده، ولی امروز به تو رأی نمیدم پارمیدا، چون تو هم شاید مافیا بودی، تو الان که من دفاع کردم ازت، اومدم تو دفاع دیدم 8 نفر اومدن 5 ثانیه، ولی الان که امروز داری یکم آتیش میسوزونی برای من، تو هم میتونی مافیا باشی، ولی قطعه به یقین این دوتا رو دارم. دمتون گرم. مرسی. ببخشید من عذر میخوام ولی حق رأی کوروش و یاسی گرفته شده. شما دوتا نمیتونید رأی بدید. ببخشید دخالت نکنید چون حق رأی شما رو هم میگیرم. ببخشید. رأی گیری میشه از اول صحبت. آقای ددان. بشنوید ممنون. مرسی. تأخیری بود.
دوبارم باشه فایده ای نداره. ببخشید. آقای احسان 1 2 بشین. خانم ربکا ممنون، دست پایین. خانم پارمیدا دست پایین. آقای سمیلو دست پایین. خانم رها 1 2 3 4 دست پایین. آقای کیارش 1 2 3 4 5 6 تا میان تو دفاعی. دست پایین دست پایین دست پایین. خانم یاسی دست پایین. ممنونم. خانم هلیا بینگو. آقای کوروش بینگو. کیارش تک دفاع میاد بالا، میتونن خودتون دفاع بکنید. مطلب اول اینکه تبراتون رو قشنگ بیاریم پایین. تنها فکتت اینه که من میگم مطلب شما منو مافیا خوندی 100%. خب اگه اون نقشی که راجبی داری صحبت میکنی و باشی، خب که ناتو میگیرتت با خودش میبرتت، خب یا یه اتفاق دیگه برات افتاده، بعد استعلام شب منو میگیرن یه جوری تیپا میزنن بهت که اصلا نمیشه تا دستای بعدی پیدات کرد. چون من شهرتونم. اصلا همچین اشتباهی نکنید. 2 تا شهر روز اول رفته بیرون، الان منم میدین میشه 3 تا. 2 تا حق رأی هم که کلا ندارین، الان شبم یکیو میزنن میبازیم. اصلا اشتباه نکنید. فوق العاده بنده شهروندم تو این بازی، فقط فوق العاده هم ناآگاهم. الان رو چی نشستی؟ چرا هیچ راجع به احسانی که از اون ور اومد پارمیدا رو اول تارگت کرد ولی کوروش رو تارگت نکرد صحبت نکرد؟ خب 2 نفر دارن راجع به 1 نفر صحبت میکنن، شما هیچ تارگتی ازش نزدی. چرا بعدش هیچ صحبتی نشد؟ بعدش یهو دیدین یه کیارش انداختین وسط، یهو بعدش شروع شد همه صحبت کردن. چرا اون گفت کیارش هیچی نگفت؟ کیارش دیگه همه قارت کیارش، همه دستا رو آوردن بالا، فقط ایشون نتونست بیاره بالا و آقای فیلمبردار چون حق رأی نداشتن. این اشتباهو اصلا نکنین. منو شهر میخونه متوجه میشه اتفاقی افتاده. خیلی ممنونم دوستان. رأی مجدد گرفته میشه واسه آقای کیارش. 1 2 دست پایین. شب میشه دوستان. لطفاً ماسکاتون رو بذارید. کوروشون خیلی ممنونم عزیزم. همه ماسکاتون رو بذارید لطفاً. مرسی عزیزم. ساقی بازی یه نفر رو مست بکن. ممنونم. مافیاها بیدار شدن و در نهایت گادفادر به من یه شات نشون بده. دکتر لکتر 2 بار تو کل بازی میتونه خوش خوب کنه، یعنی هیل بده. ممنونم. ناتوی بازی میخواد ناتوی انجام بده. ممنونم. دکتر شهر دوباره میتونه تو کل بازی خودش رو هیل بده. ممنونم. کارگاه بازی سلام میخواد. اسنایپر بازی تو کل بازی 2 تا شات داره. آیا میخواد بزنه؟ ممنونم. جان سخت استلام میخواد. مرسی.
روز میشه دوستان. خداحافظی میکنیم با آقای سمیلو از جمعمون و اینکه ممنون با ما بازی کردید. عمو سمی مرسی، ممنونم. جان سخت استعلام گرفت دوستان. 3 تا سفید بیرونه. یه لحظه وایسین، یه لحظه صحبت نکنید لطفاً. صحبت نکنید. ممنون. سر صحبت آقای کوروش تمام میشه با آقای ددان. من چالش مالش که به هیچ کی نمیدم. 45 ثانیه میتونید صحبت کنید. از این بازی من شهروند بازیم. کیا میگن من شهروندم؟ لایک نشون بدن. 1 2 3 4 5 نفر این بازی کنی دیگه. یکی تو مافیاست. تو اگه مافیا نیستی برگرد. مافیای بازی، تو مافیای بازی دیگه. کاراگاه بازیه مگه؟ خودش هم مافیای داره تو رو اینجوری میکوبه. چرا نمیری بیرون؟ چرا نرفتی بیرون؟ مگه نمیگی کاراگاه ساقی بهش زده؟ همینو گفتی دیگه. همینو. چرا مافیا پوشت نکرد تو رو؟ تو چرا؟ تو هم که یارشی. ددان مافیا، تو آقا امروز بره بیرون. کیارش فتی کی میگم بره بیرون؟ ددان بره بیرون. بابا چه فرقی آقا نه که ببین ددان نقش بلند کرده گفته این فلان بسار این اومد دو رای دفعه نرفته بیرون. با بره بیرون. 10 ثانیه. هلیا مافیا، من زورم دوستش دارم دیگه، کاریش ندارم. بازی هم همینه. هلیا مافیا، ددان مافیا، یاسی مافیا، کراش مافیا، یا اگه یکیشون اشتباه باشه از بین شما سه تا در میاد. مرسی کوروش. بچا شهروند دارید منو امروز رای بدید ددان بره بیرون. ممنونم. چالششون یعنی مرسی. 45 ثانیه شما تو صحبت کن. عشق من بشین سر جات. ببین شما رو من 3 بار 4 بار بهت میگم بشین سر جات. دارم میگم تو شهروندی، بپر و پام نپیچ. تبر تو گرفتی. هلیا 3 بار میگی هلیا. چرا هلیا؟ فیلینگ داری هلیا؟ دوستان یه چیزی میخوام بگم، فکت آنفیره، ببخشید ولی میگم. دست پیش گاد حق رأی 2 نفر رو گرفت. یکیشون مافیا بوده، یکیشون شهروند که تعادل رعایت شه. ایشون مافیاست. مافیا بغل دست من نشست. همین. ایشون مافیاه، به نظرم کیارش هم مافیاه، چون ایشونو شهروند میخونم برام دانیالم، ولی این 2 نفر رو بیشتر به رها هم خیلی شک دارم. تا سمی خوندش مافیا رفت بیرون. خیلی ممنونم. خب شما چالش میدید به کسی؟ به کوروش به تو چالش میدم. آقا چرا من و کیارش رو با هم دیگه میکنید توی زنجیره مافیایی، بعد میگین تو با هم دیگه مافیان؟ من که هی دارم به ددان لایک میدم، دارم میگم آقا این به نظر من مافیایی، برای اینکه تو ترن خودش پا میشه، هیچ چی که اضافه نمیکنه، هیچ دیتایی که به شهر نمیده، فقط 4 تا نوارخواری پر میکنه، هیچی، میشینه سر جاش. این اگه مافیا نیست پس چیه؟ بعدش هم این که میگین حق رأی 2 نفر گرفته شده بود که تعادل رعایت شد. متاسفانه من اصلا نتونستم اینو تو مغزم اوکی کنم، مثلا نفهمیدم چه جوری تعادل رعایت میشه. این به نظر من فکت آنفیریه واقعا. این نمیتونه دلیل مافیا بودن من بشه. بعد اینکه کوروش چرا منو میکنی سفید بعد دوباره پا میشی منو میکنی سیاه؟ چرا؟ رو چه حساب؟ خیلی ممنونم یاسی جان. خیلی ممنونم. شما 8 تا رای برای من آوردی اومدی تو دفاع، تارگت فورس من نیومد تو دفاع، میگم سفید، بعد بینگو میشینی فرداش پاروت رو منه، قطعا مافیای بازی. وقتی رای منو گرفت به گاد میگم شهر میبازه، اگه رای شهروندو بگیری حق رای تو رو میگیری، پس قطعا باز تو مافیای بازی. ولی من با فکت آنفر امروز تو رو بیرون نمیکنم که. من با کاراگاهی که نه ناتویی شده نه کیک شده کار دارم و استعلام مثبتش. فهمیدی؟ خیلی واضحه دیگه. ببین شما سه تا چیکار دار؟ من شهروند این بازیام. بابا 3 تا شهروند دستشو بیاره جلو با من رأی بده دیگه. امروز آخرین فرصتمونه. یا من باید برم بیرون یا ددان. مرسی کوروش. لطفاً انقدر عصبی بودی من دوستم حرفتو قطع کنم. اول خودم صحبت میکنم، میگی من برم بیرون، بعدش بد پشیمون میشی. خب گوش کن به من. شما که اصلا دیتابیس مرسی بازی هستین، واقعا صحبت‌های شما نبود ما الان هیچ کسی رو نمیتونستیم پیدا بکنیم. شما که اصلا خودت باید خدافظی بکنیم، یه یار دیگه هم این بغل نشسته. شما چجوریه الان دقیقاً ناتوی نشدی؟ بعد منو دادی، بعدش رها رو دادی، چرا رها رو ول کردی بعدش؟ چرا رها رو بعدش ول کردی؟ من 2 تا رأی آوردم دیگه نرفتم دیگه، چرا رها رو ول کردی؟ اینو به من بگو. من شهروندتونم، اصلا اینو 100% روش شک نکنید. منو نگه دارید، 100% شک نکنید. خیلی ممنون. مرسی از چالش. یعنی تو میگی رها تا سمی گرفت رو شاتش کرد شب دیگه. شات شبتون تو تفسیر میکنه. بعد خانم پارمیدا، آقای کوروش، ایشون مافیایی که من دارم 2 روز روش پارو میزنم با 2 رأی بنده آقا احسان میشینه، امروز مافیا داری من برم بیرون؟ ایشون امروز بره بیرون، بنده اسنایپر 2 پا منو بزنه. چطوره؟ اسنایپر امشب 2 پا بشینه منو بزنه. امروز آقا کیارش خداحافظ. چطوره؟ ممنونم که از چالشاتون دقیقاً درست استفاده میکنید. نوبت اینور میرسه به قبلی ها میدم. پلیاتو صحبت.
خب بچه فقط یه چیزی بهتون بگم، از اونجا که وضعیت قرمزه، خب اگر چند نفر رو بیاد تو دفاعیه، مافیا زورش زیاده و رأی رو پخش میکنه، همونجا دو تا اسم باید بکوبین تو سرتون. خب پس پاشین باید یه اجماع بگیریم. به نظر من تو باید چالش بگیری، شهر رو به یه اجماعی برسونی. من ترجیح میدم کنسه تو رو بخورم، اگرم قرار کنسه مافیایی رو بخورم ترجیح میدم اون شخص تو باشی. باید اجماع یه نفر رو بگیری، فقط یک نفر بیاد توی دفاعیه به نظر من، وگرنه مافیا قدرتش زیاده، رأی پخش میشه. خیلی ممنونم. خب اول از همه که بعد و قبل اینکه شما بگید که من سمی رو شاد کردم، میخواستم یه موضوع بگم چون یادم میره. فکر میکنم که مافیاها پشت کوروش قایم شدن. یعنی هرچی اون میگه، تا میگه مثلا الان به فلانی رای بدین فلان اتفاق میفته، مافیا دستشون میاد پایین، یارو بینگو میشه. خب پس مافیا دارن باید بازی میکنن کوروش، چه من جزشون باشم چه نباشم، مافیاها دارین با تو بازی میکنین. 10 ثانیه. خب من آخه بیام به این بزنم بعد همون لحظه برم شبش دوباره بزنمش؟ تمام شد. هیچ حرف دیگه ای ندارم. بعد من صحبت کن. خب من فکر میکنم اینجای بازی شما مافیایی، میدونی وضع شهر خرابه، میخوای یه دونه سفیدو بزنیم، میدونی شبم شاد شه، بازی تمومه دیگه. مافیا واسه من شما قوی تر از آقا کیارشید. شماها رو نمیدونم، اگه قراره یکی رو بیارین فکر کنید که این به نظرم قوی تر، ببخشید دانیال واسه من قوی تر از کیارشه. یه دونه مافیا خانم یاسی، شما رو نمیدونم کمتر، رهای مافیایی دیگه، آقای دانیالی مافیایی دیگه. به قول شما یکی رو بیاریم بالا، اگه چند تا رو بیاریم رأی پخش میشه. من چیز احتمالاتی که تو ذهنم بیشتر بود اینا. خیلی ممنونم. تعارف چالش. خب شما بعدش صحبت. من چالش داشتم بشین. قطعاً باهات هستم. مگه نمیخوای با من بازی کنی؟ فقط احسان منبنی بره بیرون. فقط احسان منبنی، یه کلپسی که تا الان یک کلمه تو این بازی حرف نزده. ببخشید. تا الان هیچی تو بازی نمیگی، یه چالش نمیگیری، روز وضعیت قرمز نمیخوای اجماع بگیری واسه شهر. تو شهروندی، ربکا باهات بازی میکنم. با من بازی میکنی؟ با من رأی میدی؟ با من رأی میدی؟ با من رأی میدی؟ با من رأی میدی؟ فقط احسان منبنی بره بیرون. بازیش اینجوری. اینو نمی‌بینی؟ شما که مافیایی، من چه پوش مافیایی هم تو رو کردم. شما مافیایی. شما دست اول 8 رای بردی، بعدش راست میگن شما بینگو شدی. شما مافیایی. شما مافیایی. از شما دو تا یکی در میاد. شما کسی اینو اولین نفر بدین بیرون قویه. اینو اولین نفر بدین بیرون. دو نفرم نیارین تو رای گیری. حرف اهلیا درسته. یه شهر میدن بیرون مافیا. ایشون تک رای بیاد بالا و پرت بره بیرون. ببخشید احسان، شما باز کلتو با خودت آوردی سر بازی. ببین این نمیشه که اینجوری که. لطفاً کلتو بدین به من. ممنونم. مرسی. بعد من صحبت کن. شما بلند میشی میگه احسان بره بیرون، به ایشون میگه احسان بره بیرون میگه آره، به ایشون میگه احسان بره بیرون میگه آره، به ایشون میگه احسان بره. همه تو وضعیت قرمز دوست دارن احسان بره بیرون. چرا دوست ندارن دانیال بره بیرون؟ چرا دوست ندارن کیارش بره بیرون؟ چرا شما بلند شدی از روی ایشون شیک کردی؟ قطعا شما مافیا این بازی هستی. تو نمیخوای بفهمی. پارمیدا قطعا مافیا. 2 روزه دارم میگم پارمیدا بره بیرون، هیچ کی به حرف من گوش نمیده. تا میگم پارمیدا همه منو تارگت کش کردن دیروز. تو اینو نمیخوای بفهمی. تو وضعیت قرمز همه با احسان موافقن. بلند شو دوباره یه نظر بگی. بلند شو منو بگی تو دفاع. همه موافقن. قطعا من شهروند این بازی ام، پس همه موافقن تو وضعیت قرمز. با من بازی کن. کیارش، پارمیدا، ددان 3 تا مافیا این بازی ام. تموم شده رفت. کاملا داره درست میگه. شو شده داره یاراشو میگه، احساس میکنم. و شما نمیدونم یاسی هم میتونه مافیا باشه. نه احسان مومنی، ببین تو به ددان نمیزنی، تو فورس ددان نی. ددان برگشته گفته پارمیدا شهر بازی، یادت نیست؟ اینو یادته؟ آقا فقط احسان بره بیرون. گردن من شهر، باخت شهر. تو هرس میخوری شهروند باشی. باخت شهر گردن من، کنسه تو رو خوردم. تو که خیلی مشکوکی، تو که دیگه میلیارد با اون کیالش شوید. ولی امروز فقط احسان بره بیرون. من کنسه همتون. ممنونم آقای ددان عزیز. چالش کسی ربکا بعد از من لطفا صحبت کن. من چه مافیایی ام که تو روز وقاحت مافیا نمیتونم اونو پوش کنم. خیلی مافیای ضعیفی ام، نمیتونم پوش کنم کیارش از بازی بره بیرون. درسته خانم پارمیدا؟ بعد شما کوروش داره میگه کیارش به قط مافیا اینطوری میکنی، بعد میرسه ترن خودت برمیگردی میگی کیارش رو نمیدونم چیه، ولی رها مافیا، یاسی مافیا، ددان مافیا، شما هم مافیای بازی. شما دارید تو روز وقاحت رأی میخری آقای کوروش، نه بنده که 2 روزه دارم رو آقای کیارش پارو میذارم، فقط هم دارین نقش میکنین تو باچه بنده. دنبال کیکی بنده آقای کوروش. خب شما قطعا مافیایی. بهت گفتم امروز جلو چشات کیارش رو میدم بیرون. جلو چشات کیارش رو میدم بیرون. مرسی بچه‌ها. ربکا جان شما چالش داشتی. خب به خاطر اینکه یه چیزی هم بهتون بگم، اول از همه کوروش، دانیال خیلی داره پارو میزنه روی کیارش. از یه طرف انگار داره میگه من کاراگاه هم اینو پرسیدم، یه همچین چیزی. خب یه طرف دیگه یاسی شوه.
خب قشنگ معلومه مافیاست. احسانم من دارم میگم اگه یک دفعه میگم یاسی رو بدیم بیرون چون مافیاست. خب من میترسم اگه این ایشون نباشه چرا میبازیم. اوکی احسانو اجماع کنیم بدیم بیرون ولی کسی گیر نرین تو رای. شهروندا احسان بیاد بالا. خیلی ممنونم. مرسی. رای گیری میشه دوستان. از آقای کوروش دست و پایین. مرسی. خانم هلیا ممنونم. خانم یاسی بینگو. آقای کیارش ممنونم. دست پایین. خانم رها بینگو. خانم پارمیدا، ربکا، احسان 1 2 3 4 5 6 دارم میاد تو دفاعیه. آقای دانیال ممنونم. احسان تک دفاع شما میید بالا. 40 ثانیه میتونید از خودتون ببینید دفاع بکنید. شهروندا تو روز وقاحت مافیا 7 تا رأی میارم. اینو واسهتون یه ذره دقت کنین. بنده چه مافیایی ام که نمیتونم خانم پارمیدا رو با خودم بیارم بالا. قطعا باید فکر کنین بنده شهروند این بازی ام. اصلا نباید اشتباه کنی. بنده برم بیرون که بازی باختین همین الان بازی تموم میشه. من شهروند هزار این بازی ام. باید بفهمید، درک کنید، فکتای بازی دقت کنید. تا بلند میشه ربکا میگه احسان، کوروش میگه احسان، همه میگن احسان. به چه دلیل؟ به چه فکتی؟ یه دونه فکت بریم من خودم میرم بیرون. درسته؟ من شهروند هزار این بازی ام. من برم بیرون بازی باختین. تموم شده رفت. اصلا به من نباید رای بدین. دستاتون رو باید بکنین تو جیبتون. تموم شده رفت. خیلی ممنونم دوستان. رأی مجدد برای آقای احسان 1 2 3 4 5. بله شما حذف میشید. وصیت ندارم دیگه. بازی تموم شد دیگه. خیلی ممنونم. خدافظی می‌کنم باهاتون. خدافظ. بیرون کادر. شب میشه دوستان. پس مافیا. شب میشه دوستان. 4 شدیم. شما الان قطعا مافیا بود. ببخشید. من کی کنم یعنی عشق منی شما. دمت گرم. ممنونم. جوری اجماع براتون. مرسی. خب دوستان، ساقی بازی یه نفر رو مست بکنه. ممنونم. مافیاها با هم مشورت بکنم و در نهایت گادفادر یه شات به من نشون بده. مرسی. دکتر لکتر سیو بده. ناتو میخواد ناتویی بکنه. ممنونم. دکتر شهر هنوز میتونه 2 تا هیل بده. ممنونم. کارگاه بازی آیا استلام میخوای؟ ممنونم. اسنایپر شات داری؟ مرسی. جان سخت استلام میخواد؟ ممنونم. روز میشه دوستان. خداحافظی میکنیم با خانم هلیا. ممنونیم که تا اینجای بازی با ما بودید. مرسی. سر صحبت از آقای ددان عزیز. جان سختم استلام نگرفت. بفهم. خب بچا کیا رأی دو ندادن؟ که مافیا بود. اگه نبود 4 بازی تموم شد. کیا رأی دو ندادن؟ کیا رأی دو ندادن؟ لایک کنید. آها. کیا ندادن؟ کی رأی دو نداد؟ نه تو مشکوکی. تو رأی دو ندادی. تو رأی دو ندادی. میلیارد مافیای بازی تو هم شیک کردی. یاسی بره جاش. ولی شاید یاسی رو قطعا مافیا داشتی. این که داره لایک نشون میده. شاید یاسی امروز فقط ددان میره بیرون بچه‌ها. امروز فقط ددان میره بیرون. کیا من شهروند دارن؟ نه امروز با اجماع. من یه اجماع گرفتم مافیا رفت بیرون. میگفتم علی میره. میگفتم اکبر میره. بوس داشتم به حساب میدادم. میگفتین نه کیارش بده. تو هم میتونی باشی. تایم چالشتون تمام میشه. با هم زدم به تو.
آقا تو 1000 بار داری بلند میشی لوپ کیارش رو میکشی میگی من مافیا. خب کیارش مافیاته، من احسان نداشتم. من پارمیدا رو مطمئنم کیارش رو به قطع مافیا دارم. میخوای چی کار بکنی؟ خب من یه دیل با شهروندا میکنم. امروز کیارش از بازی بره بیرون. من اگر بودم به کیاس رسیدم با من دست ندین. چطوره؟ به شما میدم بعدش. به نظر من پارمیدا رو بدیم بیرون. پارمیدا مافیاست. باور کن مافیاست. پارمیدا مافیاست. به نظر من اینو بدید، چون من یه ذره منو گیج میکنه. یه ذره به من وایب، یه 10% 90 پای شهر رو به من میده دانیال. یه 10%. نه شاید یه چیزی میگه دست خوش چرت سر آقا ایشونو بدیم بیرون. من میگم پارمیدا بره بیرون. پارمیدا مافیاست. من صحبت کنم. اعتماد ندارم بهت. میدونی چرا؟ دیروز بازی احسان قطعا مافیا بوده. تنها کسی که گفت فعلا احسان نه تو بودی. پس اگه شهری با من بازی کنه، ببین این ددانه ناکن گرفتمش از روز یک بازی، میدونه اسنایپر نیست، شاید یکی دیگر رو زده، اسنایپر رفته بیرون، میگه اسنایپر بشینه منو بزنه. اصلا تایم ترن اسنایپر گاد بازی تو 3 ثانیه گفت اوکی رفت. حالا شاید اسنایپر بوده آلیا رو زده، من اینو نمیدونم. اسنایپر تو بازی رو من شک نکنه، کاری نداریم. ددان قطع به یقین مافیای بازیه. چرا پارو نمیزنه؟ ددان اگه استلام اونو داشت خودشو میکش، اونم میتونه مافیا باشه. ددانی که احسان منبینی بغلشو ندیده میلیارد مافیای بازیه. من اجماع یه مافیا رو روز بقیه قرمز گرفتم، باخت شهر گردن من. امروز فقط ددان پارمیدا. ممنونم. تایم چالش تمام. هیچ کدوم مقاومت نمی‌کنید. مرسی. اوکی. ببین ربکا، حالا که ما قرار ددانو بدیم کاری ندارم. نمیخوام بهت بگم حتی ببرم ذهنیت که رو این که تو مافیا، چون هیچکی حواسش به احسان نبود، انداختی رو احسان. یعنی داشتیم بقیه رو می‌زدیم، انداختی رو احسان، درست بود. پس اینجای بازی اینو نگر می‌داریم، مافیاش نمی‌کنیم. خب برسیم اونور. بابا رها و کیارش رها داریم. تو فقط هم می‌خوای کیارش رو بدی که بازی تموم شه، چون میدونی الان تعداد جوری نیستش که ما بتونیم. مافیا داره کسی رو که میده این وسط سفیده کوروش. یعنی این وسط اگه ما مافیا بخوایم داشته باشیم، شما رو داریم، یاسی خانم رو داریم و رها خانم. خیلی ممنونم. رها جون تعارف چالش. من صحبت کنم. ببین پارمیدا، احسان دست پیش که با من بازی میکرد میجنگید واسه شهر، میجنگید. معلومه که من میفهمم ایشون مافیاست. من از دست پیش میخواستم بگیرمش، گفتم شاید الان میخواد یه حرفی بزنه. سکوت. دیروز من و احسان شهر رو نجات دادیم، تا همون دست آخریم که مافیا بود ما آوردیمش تا اونجا. پس ایشون مافیا بود. و من الان به کوروش امیدوارم از اعتمادم سوء استفاده نشه، دانیالو بدیم بیرون. من چالش دادم به ربکا. شما میگی من مافیام، شاید هم علتش این باشه که من واقعا نمیتونم دیگه. الان انقدر بازی سخت شده، 2 تا پلیرن که من واقعا نمیتونم، جدی نمیدونم دارم چیکار میکنم الان وسط بازی. ترسیدم واقعا، یه شهروند ناآگاه هم کاملا، حتی نمیدونم ترنم میشه چه صحبتی بکنم. من فقط با شهروندا میرم جلو که بتونم حداقل تا یه جایی کمکشون کرده باشم. روی کیارش هم من هنوز شک دارم، ولی خب اول اون کسی که صدره رو اوکی کنیم، بعد بریم سراغ بقیه. من صحبت بکنم بعدش میدم به تو. رها اینجا دیگه نباید به من شک داشته باشی دیگه، داره دهن منو سرویس میکنه. بعد من از اولش هم رو احسانم بودم، هیچکس توجه نکرد، رو دانیالم گفتم، بعدش نه کیک شده، خب بعد تو بازی مونده، بعد رو تو بوده، اصلا دیگه تو رو کاری نداره، صفر فقط رو من میخوام کیارش یه جوری بدم بیرون. من از قبلش بودم، الان که کوروش گفت بیشترم بود هستم. خب فقط خیلی دارم فکر میکنم تو حرفات دنبال یارت میگردم. اصلا رو من آدز مافیایی نذاری، اینو من بهتون قول میدم. ممنونم کیارش جان. تو شدیداً آدز مافیایی داری. تو یکی کارگاهی بلند کرده، تو رو آورده تو دفاع، تو پوش نشدی، خودش هم مافیای بازیه. اصلا تو دیگه چی؟ تو خیلی عجیبی. اب نداره، تو مافیا نیستی دیگه. امروز ما به ددان رأی میدی. کیا امروز به ددان رأی میدن؟ تو هم رأی میدی؟ همه رأی میدین؟ برو بیرون دیگه. اینجوریه. چیکار میخوام بکنم؟ دیدی احسان تو دادم بیرون، خودت هم میدم، چه به بازم چه نبازم، شما دو تا رو کردم بیرون. یاسی جان تعارف چالش. من چالش نمیخوام بدم که اکسترا تایم داشته باشم. آره چه شهر پاره پوره و شهره‌ای داریم که یه اجماع نمیتونیم بکنیم. یهو ربکا پا میشه میگه آقا احسانو بدیم بیرون، همه اوکی میکنیم، احسان بدیم بیرون، میره اوکی. دست قبلش میگه یاسی مافیاه، برای یاسی اجماع کنیم یاسی رو بدیم بیرون، من نمیرم بیرون. بعد میای میگی آقا کیارش هم برای من مافیا نمیرم بیرون. بعد یه ذره میگیری رو پارمیده، باز دوباره پارمیده هم نمیری بیرون. چرا واسه همه میخوایم یه جوری اجماع کنیم ولی نمیتونیم؟ کوروش اوکی، من به دانیال رای میدم، با تو به دانیال رای میدم. دانیال شهر باشه تو گردن میگیری؟
الان این وسط شهر تو گردن میگیری اگه اون شهر باشه. بعد میشه لطفاً یه چیزی به من بگین؟ ما جان سخت نداریم. من الان نمیدونم چند تا مافیا رفته بیرون. هلیا رو من یه ذره بهش شک داشتم ولی نمیخواستم بگم. الان لطفاً با لایک به من نشون بدین ما 2 تا مافیا کردیم بیرون یه دونه. اگه 2 تا مافیا یه دونه مافیا کرده بودیم بیرون اوکی. من مطمئنم کیارش اینجا نشسته مافیا. تو خودت بهش شک داشتی. بعد کوروش من واسه تو سفیدم یا سیاهم؟ چرا معلوم نمی‌کنی؟ من بر تو سیاهم. تو به کیارش شک داشتی. واسه چی تارگت تو روش برمی‌داری؟ واسه چی برمی‌داری؟ واسه چی پارمیدا فقط داره کاور میکنه کیارشو؟ تمام میشه. یاسر جان ممنونم مرسی. خب ببین من یار فروختنی مافیا به نظرت؟ اگه یار فروختنی من میرم بیرون از بازی، هیچ مشکلی ندارم. دکتر درست سیو بده. یاسی به قطع مافیای بازی، تو یه مافیا دادی بیرون شهروند، کیارش به قطع مافیای بازی، پارمیدا به قطع مافیای بازی. من باتون بازی میکنم یا نه منو بدین بیرون، فقط دکتر درست سیو کنه. چون اگه شب شات هم بشینه بازی تمام میشه. به همین سادگی. من هیچ مشکلی ندارم. خب بچا ددان اینجای بازی اینو نمیگه. بچا دکتر درست سیو کنه چیه؟ اگه الان به تو بگم استعلام نداریم فلان که الان 3 تا مافیا اگه تو بازی باشه مثلا من رای بیارم برم بیرون شب نمیشه. چی کلاپس از تو بعیده. میگه منو بدین بیرون. تو گوش کن اگه شهریا که دکتر اگه درست سیو کنه تو بری بیرون شهروند باشی میشیم 3 مافیا مثلا 3 شهروند تمومه. ددان سوخته بازی. سوختی ددان. بچا من تو وضعیت قرمز یکی که اصلا روش تارگت نداشتم و پا شدم اجماعشو گرفتم رفته بیرون بازی تموم نشده. من قطعا شهروندم. ربکا انداخت روش اومد شریک کنه نکرد. کاری ندارم امروز. شما هر کی فقط ددان شهروند. ببین بچا این بازی امکان داره 2 تا مافیا هم رفته باشه بیرون رلی هم باشه ولی فقط هر کی شهروند دیدید رو کارتتون امروز ددان میره بیرون. ممنونم مرسی. تک رای گیری میشه دوستان برای آقای ددان. دست پایین میان تو دفاعیه. خانم ربکا بینگو، خانم پارمیدا 4 تا رای میان تو دفاعیه. یعنی شما اگه نیم ثانیه دیرتر میگفتید تأخیری میشد. من 3 ثانیه رو شما. دست پایین خانم پارمیدا میان تو دفاعیه. خانم رها بینگو، آقای کیارش دست پایین. خانم یاسی مرسی. آقای کوروش بینگو. به ترتیب شما دفاع کن. دفاعی ندارم. میخوای منو بدین بیرون هیچ مشکلی ندارم. منو بدین بیرون بازی تمام میشه. حواسم نبود اصلا. پارمیدا به قد مافیا بازی، کیارش به قد مافیا بازی. 1000 تا آز شهروندی برات گذاشتم نمیخوای بگیری. لج کردی این دست اوکی. یاسی هم به قد مافیا بازیتونه. ممنونم. پارمیدا جان الان اصلا این که من اینجام اشتباهه. 3 تا مافیا الان 3 تا مافیا به من رای میدن. کاری ندارم. حالا اگه هر اتفاقی افتاد من رفتم بیرون من 3 تا مافیامو دادم. که آقای کیارش مافیا نیست. شما مافیا. حالا رفتم موندم هر اتفاقی افتاد من 3 تا مافیا. یه دونه شهر به من اشتباه رای بده من میرم بیرون. رای ندیم به من. مرسی. دوستان رأی مجدد گرفته میشه با 3 رأی خروجه. توجه داشته باشید و شما 2 نفری که تو دفاعی هستید نمیتونید به هم دیگه رأی بدید. اوکی؟ ممنون. برای آقای ددان شما نمیتونید رأی بدید. 3 رأی دست پایین. 4 رأی دست پایین. خانم پارمیدا 2 رأی. ممنون. وصیتی ندارم. مافیای بازی پارمیدا، یاسی، کیارش. خیلی ممنونم عزیز. شب میشه دوستان. مافیا بود. شب میشه دوستان. دوربینا کجا؟ لطفاً ساکت. ددانو گرفتیمش. لطفاً ساکت. دکتر منو داشته باش. لطفاً. پارمیدا شما ببخشید من اینقدر فکر نصیحت کنم قبل اینکه شب شه. آقا وصیت شما خواهش میکنم. خواهش هم ندید. لطفاً ببخشید. بچا خوب بازی کنید. کردی وصیتتون خوب بازی کنید. اسخای میکنم آقای گاد. خب من امتیازمو گرفتم. حرفاتون رو زدید؟ بله. سایلنت بدم یا کیک؟ غلط کردم. عشق من. ممنونم دوستان. مرسی کوروش عزیز که همکاری میکنی. ساقی بازی یه نفرم هست بکنه. ممنونم. مافیای بازی با هم مشورت بکنن و در نهایت ممنون. دکتر لکتر سیو میدی؟ کیو سیو میدی؟ ممنون. ناتوی بازی میخوای ناتوی انجام بدی؟
ممنون. حامد جون لطفاً تکیه بده. ممنون. دکتر شهر الان فقط میتونه یه نفر رو سیو بده. سیو داره. ممنونم. کاراگاه مرسی. اسنایپر بازی شات داری. ممنونم. جان سخت مرسی. روز میشه دوستان، لطفا ماسکا رو درارید. با هیچ کسی خداحافظی نمی کنیم. سر صحبت آقای کوروش تمام میشه به خانم ربکا. چالشم رو میدم قطعا به خانم ربکا. ازت هم چالش برگشتتون میخوام برای خودم. به نظرم شهروند بازی هستی، با من بازی کردی امروز شما فقط از بازی تک نفر تک رای میاد بالا. دیروزم اذیت کردی، پارمیدا رو آوردید. پارمیدا هرچی هست بعدن. پارمیدا هم من بهش مشکوکم، به کیارش و رها مشکوکم. بالاخره اینجای بازیه دیگه. دو تا مافیا کردن بیرون، موظفید با من بازی کنید تک تکتون، حتی مافیاها. درسته؟ شما به این مافیا رای ندادی، به اون مافیا رای ندادی، هیچ پوینت مثبت شهروندی نداری. روز یک با من شهروند اومدی بالا، بینگو بعدش نشستی، همه فکتای مافیاییته. اگر هم شهروندی گردن من، شما باید بازی کردی، چون دو تا مافیا رو من با فکت گرفتم، شما بهشون رای ندادی. امروزم پا میشی 2 تا مافیا برای من مشخص میکنی، ولی خودت میری بیرون. ولی من که یاسو رو گفتم، شما که تیره بودی، چون من اول یاراتون رو انداختی بیرون، شما اول برو بیرون، بعد از بین این 3 نفر من و کوروش هر چی رو بگه میزنم باش. اصلا هیچ چی نمیدونم کیارش، نمیدونم پارمیداس، نمیدونم رهاست. شما برو بیرون، از بین شما 3 تا یکیتون انتخاب. خیلی ممنونم. یاسی جان تعارف چالش. تعارف چالش نمیدونم، اکسترا میخوام صحبت کنم. 45 ثانیه میتونید صحبت بکنید. آقا چرا من بعد تو تک رای بیام بالا؟ واسه چی؟ تو مگه خودت تارگت نداشتی رو کیارش؟ مگه هنوز رو تارگت نداری روی پارمیدا؟ واسه چی من بعد بیام بالا؟ آقا اوکی، من بعد بیام بالا. اوکی، تو میگی من به احسان رای ندادم. اوکی باشه، همه اینا اوکی. من از بازی میرم بیرون، تو گردن میگیری. باشه، دانیال هم تو گردن گرفتی. بعد دانیال از بازی داشت میرفت بیرون، گفت ما 3 تا مافیا داریم. بعد من پا شدم گفتم آقا جان سخت که استعلام نگرفت، الان ما 2 تا مافیا داشتیم یا یه دونه؟ تو برگشتی من گفتی ما یه دونه مافیا داشتیم. بعد باز دوباره گفتی من نمیدونم، امکان داره که 2 تا مافیا بیرون باشن. 2 تا مافیا از من میخوای بهتون میگم، خانم پارمیدا و آقای کیارش. از اون اول دارن همدیگه رو کاور میکنن، تو رو جفتشون هم تارگت داشتی نمیبینی. میخواین منو بدین بیرون، باشه منو بدین بیرون، هیچ مشکلی نداره، ولی این 2 تا مافیایی که از من خواستی. من صحبت بکنم بعدش به چالش رو بدم. مرسی که یارت قلوپیه واسه ما انداختی بیرون، چون که من که روی دانیال که بودم، روی احسانم که بودم، دمت گرم. خب اینا رو هم هول دادی بیرون. خب اونجا یه اشاره من که میخواد زور بزنه، من اومد یه ریز لوپ یارشم کشید از همون اول بازی. گفت کیارش هست. شما به چرا به پارمیدام رای دادی؟ مگه شهرت نبود؟ خب قرار بود که فقط دانیال بره بیرون، درسته؟ ولی یه ریز نگاه با هم رفتین، دوباره یه رای هم به پارمیدا دادی. قرارمون دانیال بود، پس یارش میشینی. شما هم که اصلا رای ندادی قربونت. اصلا لج بازی نیستش که، بازی باید شهر ببره. چون تو اینجوری گفتی پس منم نمیخوام این کارو بکنم. خب شهر. خیلی ممنونم کیارش جان. خب برای یاسی فکت بیارم. تنها کسی که گرفت گفت میخوام صحبت کنم به دانیال رای ندیم یاسی بود. فکتش این خیلی واضح. مرسی که ما رو سفید کردی. مافیات 2 تا سفید بهت داد دیگه. مافیات در نیومده هنوز واسط. کوروش داری عجیب بازی میکنی. اولیشونو میدیم بعدم ایشون. شما هم سفید. تو هم سفیدی. نمیدونم فقط چرا میگردی. رها جون تعارف چالش. خب یعنی مافیا اینقدر کلپسه الان؟ این مافیا گفت پارمیدا مافیا تو سفید شدی، اون باشده کاراگاهی بلند کرده. من به تو میگم اینو پاشو پارش کن، کاراگاهی بلند کرده استعلام تو رو داره، تو میشی. به تو هم دارم مشکوک میشم. اگر که دیشب برات اون اتفاق ساقی افتاده اینجوری تو که شد. تو ببین اینجا واسه من یهو دیدی که یهو چرخش میزنه. احساس دیدی چجوری گرفتم یا نه؟ تو هم همینجوری میگیرم، ولی تو میری بیرون. میدونی چرا؟ چون من همه دوربینا هم ببینن ایشون، من 2 تا مافیا گرفتم، مقاومت کرده جلوی من، نذاشته من بدم بیرون مافیا رو. این میشه فکت مافیایی تو. اینا همه رأی دادن به مافیای بازی، تو رأی ندادی یاسی. تو باید بری بیرون. اگرم شهروند به بازی قطع به یقین خاطر توه. ممنونم. آقای کیارش الان تو خطر افتادی، داری از من استفاده میکنی.
لپ منو کشید. من چرا به پارمیدا رای دادم؟ به خاطر اینکه از اول بازی من گفتم چرا دانیال با پارمیدا نکنه داره بازی میکنه، به خاطر اینکه شک من پارمیدا هم بودش، واسه همین به دوتاشون، به دوتا تارگتام رای دادم. بله، رای آقای دانیال هم انقدر زیاد بودش که یه دونه رای من به پارمیدا رو نندازه بیرون. خب این جواب شما. خانم یاسری رو میدیم بیرون. بعدی شما دارین با هم دیگه لپ همون میکشید. اتفاقا خیلی ممنونم. پارمیدا جون طرف چالش. بعد من کیارش صحبت بکنه. صحبت دیگه ای ندارم دیگه. الان که اصلا چرا حرف دیگه ای بزنیم؟ یاسی بره بیرون، بعداً صحبت میکنیم. ولی نمیخوام یه جوری بازی باشه که اگه تو بازی نبودی بگیرن رو من، چون هی داری میگی پارمیدا لپتو میکشن. به نظر من نباشه، نمیخوام گیج بخوره. از الان بگم منم نبودم بین این دوتا. به نظر من رها مافیه. شایدم اشتباه بکنم، من آگاه نیستم. دارم میگم اینو امروز، ایشونو امروز میدیم بیرون، ببخشید. یاسی امروز میدیم بیرون، بعدش بین این دوتا رها واسه من قوی تره. خیلی ممنونم. چالش داشتم آقای کیارش. مطلب اول این که من انقدر ناآگاهم که یه آدزی گذاشتم که شاید ساقی زده یه همچین اتفاقی خورده، بعد جرش نمیدم. خب پس اینو از اینجا من داشته باش. از اول بازی هم روش زور زدم، گفتم منو ندیم بیرون، اصلا همچین اشتباهی نکنی. بعدش من رو احسان جر ندادم، رو اون جر ندادم. داداش من 3 ساعت راجع به احسان صحبت کردم، بعد ایشون لپ شما رو کشید. بعد شما وقتی همه با هم دیل کردیم یه نفر رو بزنیم، دوباره امکان داره رأی یه نفر رو سوخت بده، چون نمیدونیم چند تا مافیا داریم که ما استعلام نداشتیم. واسه چی رأی 2 میدی؟ اصلا کارت اشتباهه. 100% باعث سوخته. خیلی ممنونم کیارش جون. بعد من صحبت کن. فعلا یاسی رو که بدیم بیرون، من بعد راجع به شما 3 تا صحبت میکنیم. شما یاسی رو بدیم بیرون، من حرف ندارم. از یاسی بره بیرون. یا صورت دست قبل قرار بود اول آقای دانیال بره بیرون، بعد یاسی بره بیرون. یاسی هم تنها کسی بود که دفاع میکرد از دانیال. مرسی. بره بیرون ایشون. چالش داشتی شما. بله، منم نظرم واقعا یک خیلی، ولی اینجوری به مشکوک شدم. خیلی به پارمیدا و رها و کیارش مشکوکم، ولی یاسی بره یاسی با فکت باید بره بیرون. ما ببازیم مهم نیست، ولی میدونی چیه؟ 2 تا مافیا با هم رأی دادن به آقای کیارش فتی، از بازی بیرون نرفته. 2 تا مافیا بهش رأی 2 دادن. خب پس ببین خیلی واضحه کیارش فتی میتونه شهروند بازی باشه اینجای بازی. خب شهروندا رأی ندادن دیگه، فقط مافیا روش زدن. خب 1% میتونه ولی خب بازم مافیایی برام. ولی همه رها تو هم همین تو دیالوگ برقرار کردی با ددان، گفتی ددان من دارم به کوروش مشکوک کوروش مشکوک بودم، الان دارم به تو میشم، ولی تو هم داری الان رها رو ول کن، فقط یاسی بره بیرون. با فکت بازی یاسی بره بیرون، بیا بازی دیگه. اگه ممنونم دوستان. خودش. ممنونم دوستان. رأی گیری میشه برای آقای کوروش. برای خانم یاسی دست پایین، من تک دفاع بالا. فعلا آقای کیارش، خانم رها، پارمیدا، ربکا. من کیارش جون تک دفاع میایید بالا. ببخشید یاسی جون تک دفاع میایید بالا. خب آقا من اصلا گفتم من میرم بیرون از بازی. من به دانیال رأی ندادم، سفت و قوی و محکم میگم رأی ندادم. ما جان سخت نداریم، استعلامم نگرفته، من بهش رأی ندادم. هم میگه الان تو بالاخره من نفهمیدم 2 تا مافیا تو بازیه یه دونه. اگه 2 تا مافیا تو بازیه که اونا هم به دانیال رأی دادن، خب اونا هم به دانیال رأی دادن و نمیبینی که من به دانیال رأی ندادم، تو از کجا میدونی دانیال مافیاه؟ آقا من ناآگاه بودم، نمیدونستم دانیال مافیاه یا نه، بهش رأی ندادم. الان دارم به 2 تا مافیا معرفی میکنم. شما 2 تایی برای من شهری دارم، بهتون 2 تا مافیا معرفی میکنم. آقا پارمیدا پا میشه چالششو میده به کیارش. خب بعد من دارم یه جورایی دارم وصیت میکنم، دارم میگم فقط و فقط پارمیدا. بعد پا میشه شما 2 تا که از همه شهرداری میگه تو برای من که سفیدی، تو هم برای من سفیدی. نمیبینی داره میترسه؟ نمیبینی میترسه سری داره سفید میکنه؟ اوکی من میرم بیرون، شما میمونین با 2 تا مافیاتون. جان سخت نداریم، هیچی معلوم نیست. نمیشه گفت که یه دونه مافیا تو بازیه یا 2 تا مافیا تو بازیه، که من دارم میگم 2 تا مافیا تو بازیه. ممنونم یاسی جون. رأی مجدد گرفته میشه واسه خانم یاسی. وصیت همون کردم. پارمیدا و کیارش خودتون همه میدونین 100 بار دوباره همین بشین پاشو از اول داریم میارینش نمیدینش بیرون. پارمیدا هم که خودشو خیلی راحت شو کرده، تموم شد و رفت. مرسی یاسی جون. شب میشه دوستان. لطفا ماسکاتون رو به روی چشتون بذارید و محکم با 2 تا انگشت روی گیجگاه فشار بدید. ممنونم. ساقی بازی یه نفر رو میخواد مست بکنه. ممنونم. مافیاها میتونم با هم مشورت بکنم و در نهایت گادفادر به من یه شات میشه.
دکتر لکتر سیف داره. ممنونم. ناتوی بازی میخواد ناتوی انجام بده. ممنونم. دکتر شهر هیل بده. یه نفر میتونه. مرسی. کاراگاه بازی استعلام کسی رو میخواد. مرسی. اسنایپر ممنونم. جان سخت استعلام میخواد. مرسی. روز میشه دوستان، خدافظی میکنیم با خانم ربکای عزیز از جمعمون. مرسی که با ما بازی کردی عزیز دلم. خیلی سریع رفتی، حرف داشتیم. ممنونم. نه تو شب وصیت. ممنونم. مرسی. سر صحبت خانم پارمیدا تمام میشه با آقای کوروش. خب من چالش میدم به کوروش. اول صحبت کنم. همه چالش‌ها برای منه. هر سه تاتون به من چالش میدید. خب شاد امروز هم که بیرون خروجی نداریم. شات میزنه میره کیاس که احتمالاً من از دست میدید. خب ایشون هم که مافیای بازی بود. اگر مافیای بازی نبود 2-2 میشدیم الان یا اگر نبوده هلیا بوده اسنایپر زده که من میگم یاسی بود. اصلا اون هلیا 1%. خب امروز بازی تو توضیح میدی به من چرا ددانو پاره نکردی. خب ولی اینم با من زدی. خب ببین شما دوتا رو داشت باکس میکرد، با تو کاری نداشت. رها. خب رها. تو هم پاشدی کیو زدی؟ تو هم گفتی یاسی امروز میره بیرون. تو مافیات کیه؟ رهاه. منم مافیام رهاه. حقیقتا منم مافیام رها. رها حرف بزن. خودتی پارمیدا چالش دادی. شما چالش؟ بله. خب من برات یه دور رها رو توضیح میدم که یه ریویو بکنیم بگم چرا رهاه. ببین یاسی اولا مافیا خیلی با هم بازی کرد. اشتباهشون این بود. من از اولم که داشتم اینا رو میگفتم هم دیگه نگاه میکردم. با دانیال نگاه میکرد به من رأی میداد. یاسی اینجوری میکرد رأی میداد بعد اینطوری میکرد. انگار ببخشید تو دوربینا هستش دیگه. خیلی پشتمو گرفتن دقیقاً فکر کنم به خاطر حرفی هم که زده شده بود سر بازی قبل که میگفتیم مافیای خانواده‌ام پشت خیلی پشت همو گرفتن. تو رأیگیری‌ها در اومدن. یاسی هم پا شد منو کیارش داد. خیلی واضح بود دیگه. یعنی یارشو نمیداد. میخواست یکی از ماها بره بیرون که دوتاشون بمونه. اینجا رها واسه من در اومده. من ممکنه اشتباه بکنم. اگه اشتباه کردم بعدا نمیخوام منو بکشی یا من شهرم نمیدونم. من دارم که به نظر من طبق این اتفاقایی که افتاده رها. ممنونم. که اگه نبودم این حرفامو بهش فکر بکنیم. مرسی پارمیدا جون. رها جون شما چالش میدی به کسی؟ کسی چالش میخواد؟ ممنون. بفرمایید. بچه‌ها من یه دیالوگی یادم اومد. احسان یه جا یادته گفت تو بری کلا از بازی بیرون. اون روزی که من داشتم میگفتم ددان و کیارش و اینا احسان میگفت پارمیدا بره بیرون. تو هم میتونی شهروند باشی به این فکت. اگه تو شهروند باشی که کیارش مافیا هستا که به کیارش هم شک داشته باش. اینجوری کیارش رو سفید داری تو مافیا. چون کیارش فتحی هم ددان رو نمیکوبید. دو تا مافیا هم بهش یار دادن. امکان داره دیدن یارشون اومده دو تا مافیا رو رأی دادن نرفته بیرون. اینم میشه. ممنون. رها جون شما. خب 4 نفریم. 2 تا بازیکن واقعا شما 2 تا رو من بازیتون رو واقعا قبول دارم. هیچ دفاعی الان واقعا دیگه نمیتونم از خودم بکنم چون واقعا بین ما من خودم از اول داشتم بهتون میگم. اول که رو تو شک داشتم ولی خب الان دیگه نمیتونم اصلا به تو بگم که رو تو شک دارم. فیلینگی دارم دیگه بازی میکنم. میخواین منو بدین به نفع شهروندا اوکی. همتون رای بدین منو بدین بیرون. ولی من هنوز پای حرفم هستم به کیارش رای میدم. ممنونم. کیارش چالش؟ اوکی. ببین رسید بهت یه ذره راجع به کیارش با هم صحبت بکن. میخوام یه چیزی راجع به کیارش بگی که بدونم من از کیارش یاد داری. چرا سفیدت منم؟ الان اونم اگه پا میشد میگفت سفیدش پارمیدام واسه من عجیبه. خب من الان چرا سفیدتم؟ من اینجا اگه سفید کوروشم باشم الان میبینی هی میگه شما قوی ترین ولی لپ منو میکشه. نباید سفیدت باشم. رها اینجای بازی نباید من سفیدت. مرسی کیارش. من صحبت بکنم. مطلب اول میگی چرا جرش ندادی؟ گفتم من خیلی ناآگاهم. هر لحظه انتظار داشتم که یه جا از تو بخورم. خب چون شما تو خیلی تو جنگ بودین. درسته؟ بعدش اومدم گفتم آقا باشه میکوبمش دیگه تعارف که ندارم که. گفتم آقا شاید یه اتفاقی برات افتاده اشتباه گرفتی. بعد فهمیدم طرف با مافیاست. من احسانو 100% گیر دادم، اونم 100% گیر دادم. همه‌رم طبق چیزایی گفتی تک رأی دادم. اینم خودمو جر دادم گفتم هست. موقعی که می‌خواست بره بیرون انقدر چش و چش با رها نگاه کرد که اصلا یه جوری بهش نداد که رأیگیری رو حداقل برسونی. چون با یاسی که اصلا کنسل بود داستانش. با یاسی کنسل بود. با رها چش و چش داد. بعد اینو می‌خوام بگم
من با شما تک رأی دانیال دادم، من با شما تک رأیشون دادم، با شما تک رأیشون دادم. ایشون به پارمیدا رأی 2 داد، درسته؟ اون داستانی که بود اینجا نگه داشت. بعد 5 ثانیه احتمال دادم که اتفاق بیفته. من شهرتونم، دوست داریم برسه به کیاس برسه، ولی من گردنمو میذارم که ایشون هست. اصلا اشتباه نکنید، قشنگ شهر برد. مرسی کوروش جان. من چالش میخواین؟ خودم ببرم، پس اکسترا بزن. ببین رها، فکتاتو میارم. دیالوگ برقرار کردم با ددان که گفتی ددان من اینجا دارم به تو مشکوک میشم، از به کوروش مشکوک بودم، دارم میام رو تو، من که شهروند بازیه. خب رأی تأخیری دادی به ددان، دادی نمیدونستی چیکار کنی، بعد رأی دادی به دو به پارمیدا، درسته؟ پارمیدا رو مافیا داشتی. رها چه اتفاقی افتاد امروز تو 4 نفر میگی کیارش؟ اگه پارمیدا شهرت چرا بهش رأی 2 دادی رها؟ درسته؟ تارگت سمی تو رو تارگت کرده، از بازی رفته بیرون. رها تو به کدوم مافیا رأی 2 دادی؟ به کدوم مافیا؟ به دوتاشون رأی 2 دادی؟ شما هم جفتتون به دو تا مافیا رأی 2 دادین؟ به یاسی کدومتون رأی 2 دادین؟ رها من با احترام من این دوتا هم برام مشکوک بودن، ولی تو فکت بیشتر رود میشینه. تو به خاطر ما اون روز اجماعمون ددان بود، تو رأی دادی به پارمیدا. خیلی ممنون دوستان. رأی گیری میشه برای خانم پارمیدا. خانم رها